از بین اولاد حضرت آدم 7.5 میلیارد کوچک نه رقم، هم قد نه هم دل و همدم میجویم. از بین آدمان آدم میجویم. السلام علیکم. ایان نفرانی که بر نظر بر برنامه ما دارید انتظار کشیدید، بر همه شما تشکر میگویم که مخلصی میکنید، برنامه را دستگیری میکنید، فکر بیان میکنید، تا آغاز شدن برنامه علاقه در پیامک هایتان ابراز میکنید، فکرهایتان را. بر همهتان تشکر میگویم. یک روز خوش، یک روز نو زندگی که امروز شام شد در زندگیتان تاثیرات خوب گذاشته باشد و روز دیگری عمرتان به روزهای گذشته مانند نباشد. هر روزتان بهتر و رزقتان هر روز باز هم بیشتر، شادمانی و شادکامیتان بیشتر از روزهای گذشته باشد. فردای نکو همه شما را انتظار باشد. با چنین دعاهای نیک بر همه شما یک تمنیات خوب ابراز کرده واسه آغاز بخشیدن برنامه امروزه را. خب، بر آنهایی که سلام علیک کرده زدن و همشان و علیکم السلام. هفته گذشته برنامه روی نوار نبرآمد، برنامه نشد، چون که قریب که همه همکاران یک گرفتار کرونا شده، مهمان شد و رفت. برای همه شما توصیه از بیماری گذرانده این است که کوشش کنید که از تناول کنده نکنید. اگر اشتها نداشته باشد هم هر میوجات و سبزواتی که در خانه دارید و هر نوعی که هست تناول کنید. قوه مسئولیت انسان از آنچه که تناول میکنید برقرار است. خب، نعمت بی‌بهاترین در زندگی اگر سلامتی است، همه شما را سلامتی پایدار باشد در وجودتان. خب، امروز برنامه را آداب معاشرت در شبکه‌های اجتماعی گفتم موضوع گذاشتیم. البته خیلی ها از شما در حیرت بودگیستند که چگونه میتواند این موضوع وابسته بر مهاجرت باشد، چون که همه برنامه ما بر مهاجران وابسته است. به هر حال برنامه پرنده های مهاجر است و موضوع ها بر مهاجران وابسته است. از همه جا منشأ میگیرد. آداب معاشرت در شبکه های اجتماعی چی؟ آداب اینجاست که شبکه اجتماعی امروز یگانه واسطه، یگانه راه معاشرت میانی مهاجران با وطن است. دیگر به رقم زنگ نمیزنند. طریق اینترنت یعنی شبکه اجتماعی است. شما با تلفن موبیلی بر وطن زنگ نمیزنید. شما طریق اینترنت، واتساپ، وایبر، ایمو، بیشتر تاجیکستان با ایمو سر و کار دارند، یا اینکه طریق فیسبوک هم کار میکنند، زنگ میزنند، با هم گفتگو میکنند. این شبکه اجتماعی است و شبکه های اجتماعی خیلی بسیار هستند. توییتر هم هست، تیک تاک هم هست. این شبکه ها خیلی اش را یک شرکت بر عهده دارد، زوکربرگ از راهبرش و خیلی دیگر باز هست. این شبکه ها همگی در خدمت شما اند و از استفاده برای شما خیلی از همکارانش روز میگذرانند. یک زمان یک بزرگوار گفته که زمان فرا میرسد که از این طرف کوه بر آن طرف کوه در دست مثال تختچه چیزی داشته می شود که مردم با هم گفتگو می کنند. یعنی شاید تلفن موبیلی را در نظر داشته و همین شبکه های اجتماعی یعنی اینترنت را. انسانیت ترقی می کند. اکنون چرا آداب معاشرت ضرور است در شبکه اجتماعی؟ من در 3 گروه ازبک زبان ها ادمین گذاشته شدم. با خواهش آنها البته قبول کردم و خیلی از گروه های روسی هم دارم، تاجیکی هم. همه را عیب دار نمی کنیم، اما آنچه که عیان است میگویم. یگان ملت غیر مثال هم ملتان خودم، دوست و برادران خودم در آداب معاشرت این گونه ای که همین دادرکان تاجیک برخورد میکنند چنین برخورد نکردند. خیلی باز میخواستم همین موضوع را بررسی کنم در این برنامه. آداب معاشرت وارد میشوی با فیسبوک، آغاز میشود یا سلام می نویسند یا نه می نویسند سازی
اکی جای چاکت است چند ساله شو کردگی یا که نام چی های انا این سوال هایی که اولا جوابش نه بر سوال دهنده بر علمش زن می شود، نه بر ایمانش زن می شود، نه مادیات جمع می کند، نه مالیات، چیز بر او فایده نمی بیارد از اینکه سال تولد ما و تاریخ زندگی نامه ما و وضع آیلوی ما را دانستنش، زادگاه ما را دانستنش، از کجای گفتن تو کی گفتن دانستنش یگان فایده ندارد. اما متاسفانه از همین جا آغاز میکند، ادامه در گفتگو آدم زیق شده می رود، یعنی دیگر گفتنی نیست. وارد می شوند، آغاز می کنند پریویت کاک دیلا. خب دوامش یا یگان حرفه که یا یگان کلمه که با زبان روسی دارند، دیگر چیزی ندارند یا کمتر از کجای گرفته روزها که پیروز میگوید از کجای ثبت کرده گرفته اینجا میگذارند، دیگر تمام مدنیت میحسابند همین یک دو سه کلمه روسی گفتن را. اما هرگز مدنیت نیست. شیرین تر از زبان مادری ما، شیرین تر از فارسی گوارا باز چه زبانی هست که شما بیشتر با همین زبان میتوانید حرف زنید و هرگز روسی حرف زدن را مدنیت نشمارید. دیگر ما فرمان هم تو یک التماس هست، در همین برنامه خیلی ها را التماس هم کردم که شرکت کنند، فکر خود را دایره همین موضوع بگویند که چرا امروز جامعه چنین معاشرت میکند و همین حالت را سبب چیست و در همین حالت آورده رسانیدن مردم را مقصد چیست. چه عامل های سبب شده که ما آداب معاشرت را تماما گم کرده ایم. انا در آغاز برنامه من به یک اشتباه بزرگ راه دادم. من اول 4 مصرع شعر خواندم، بعد از آن یک دو سه جمله حرف زده سلام دادم، حالان که آغاز باید السلام علیکم باشد. قبل از سلام حرف آمد حرام میگوید. این شاید از نظر شرعی نباشد، اما یک شعرک خوبه در این بابت هست. هر حال یک آداب خوب است که السلام علیکم باشد. نرم میکند انسان، دل انسان را نرم میکند، مهر را میافزاید در انسان. خب چرا جامعه در چنین حالت قرار دارد که آداب معاشرت خوب نداریم در شبکه اجتماعی؟ متاسفانه باز در شبکه بسیار باعث تاسف است که همین نوع اشتها، نوع دین در دین بیدار شده ایستاده ها با نام بزرگان دین میبرایند، با نام عالمان دین میبرایند، با نام صحابگان، با نام محدثان، حتی با نام 4 عالم اهل سنت وارد میشوند بر شبکه و باز هم همانا سازی هکی جایی دکی جایی، باز هم جنگ و خرخشه و جنجال با کدام حدیثی که شاید غیری آن دیگر چیزی نمیداند. و چرا؟ چون تو در فیسبوکی مگر شوهر نداری؟ فیسبوک که برای زن یک مأخذ شوهرکابی نیست. زن میتواند مادر تو، خواهر تو، یک امانت برادر تو، آنجا زن هم حقوق دارد بیاموزد، از اخبار جمعیت خبردار باشد، آگاه باشد. صفحه ها که بسیار هستند، هم برای دوستداران ادبیات، شعریت، هم برای دوستداران طبیعت. فیسبوک گروهی دارد با نام سرسبز که همگی برای دهقانان موادهای اونجا خیلی لازمه گذاشته می شود. اخبار برای افکار هست که همگی اونجا خبرهای نفترین وطن و دنیا هست. سخنهای پرمحتوای همونجا می رود. غیر از این خیلی خیلی بسیار صفحه هایی هست که وابسته برنامهشان، موضوعهایشان اشتراک میکنند مردم. مخلصان همان صفحه ها هم صفحه های هزل و مطایبه هم کم نیستند و از فیسبوک خیلی بسیار آموختن هم ممکن است. شبکه اجتماعی نه فقط برای آن است که ما وارد شویم با نفر چک چک کنیم که آیا میارزد فرصت عزیز خود را گذراندنمان یا نه. خب اکنون
من دور نمیروم بر کسی کاردار نشده اگر گویم همان صفحه سیاه ورقه که می افکنیم آنهایی که لازم نمیدانیمشان پر است از نفرانی که با نام بزرگان وارد شدند. آیا اوبال است که با نام آنها وارد می شوید؟ انس ابن مالک کم نیست در فیسبوک، مالک ابن انس هم کم نیست. اقلا روانشان را آرام میگذاشتید. نفر با نام امام اعظم وارد شده. ابوبکر صدیق مثلا شاید نام او چنین است اما نام اصلی او چنین است. اگر نادرست است یا دوستی پیشنهاد میکنند با نام احمد شاه مسعود، صدرالدین عینی خیلی بسیار شد در 2-3 روز آخر. و آیا شما شایسته اید که با همین نام ها وارد شده با همین نام می توانید آیا هم سبک و هم فکر و هم علم آنها شرکت ورزید مگر بر نام اینها اسناد نمی آرید؟ وارد می شوند میپرسند آیا شوهر کردگی استید؟ من میخوام سنت کنم. در کجای سنت گفته شده که طریق شبکه اجتماعی بر زن مردم گوی که آیا شوهر داری؟ من سنت اجرا کردنه. انا این حال مهمانی عزیز داریم عین موضوع وارد شدن. اگر کمتره که معلم همین موضوع را ادامه میدادید من باز فکرهای نوی خود را میگفتم. السلام علیکم، خوش اومدید. و علیکم السلام و رحمت الله و برکاته به شما افایسای مجان و به تمام عزیزانی که الان با ما هستید و یا بعداً ما رو میشنوید. خیلی یک موضوع مهمی هست که واقعاً میتوانیم بگوییم که حتما باید درمان شود. اگر درمان نشد پس از چند سال فرزندان ما نمیتوانند آن کامنت هایی که ما نوشته ایستاده ایم یا صحبت هایی که ما کرده ایستاده ایم حتی تماشا کنند و گوش کنند. و حیف است برای یک کودکی پس از یک چند سال دستنویسی پدرش میگویم دیگر الان که تلفن دستنویس مثل است ببیند و بگوید واه این پدری من چی نوشته بود است اینجا یا این مادری من در اینجا چی نوشته است یا یک صحبت پدر و مادرش یا یک صحبت بابا و بیبیش یک نفر را در یوتیوب ببیند که پر از دشنام و پر از حقارتگویی و پر از چیزهای دیگر است. یعنی این مسئله را باید نه تنها فقط برای خودمون بیاید برای نسل آینده معالجه کنیم. بیاید ما به دیگران چی نمونه میشویم. تصور کنید الان پس از 20 سال پس از 30 سال اگر کودکان میخواهند از زمانی ما آگاه شوند و که دیگر به یوتیوب داخل میشوند به کتاب شاید دست زنند یا نه میبینند که چی دو تاجیکه که برادری هم هر دو ادعای مسلمان دارند چی فحش و چی حقارت و چی دشنام و چی رذالت به بار آورده ایستادن. یعنی واقعا این مسئله رو به خاطر خود نه به خاطر کودکانتون به خاطر نسل آینده به خاطر اولاد و دیگر میراثخواران خود حداقل باید معالجه کرد که آنها آمده شرم ندارند نگویند که اینها کی هستند اینها کی بودند مگر اینها همینها پدر و مادر من بودند. و مسئله دیگر رو شاید در رفت صحبت شما یکم مسئله می شود و با هم صحبت میکنیم ولیکن مهمترین چیزی که اینجا میخواستم بگم چون من خودم همیشه برنامه های دارم برنامه های دینی و اساسا سرچشمه رو از قرآن و سنت صحبت میکنم. در قرآن کریم الله حتی حقارت کردن کافران را منع میکند. مثلا در سوره انعام اگر نگاه کنیم ولا تسبوا الذين يدعون من دون الله فيسبوا الله عدوا بغیر علم كذلك زینا لكل امه عملهم میگه. یعنی هرگز نفرانی که به جز الله دیگر چیزی را میپرستند آنها را دشنام نکنید. دشنام شما یک کافر را سبب می شود که او هم برگردد و دین شما را پروردگار شما را دشنام کند. او شاید نمیخواهد پروردگار شما را دشنام کند دین شما را دشنام کند ولی چون شما به عصب او میرسید چون شما به عرض او میرسید او را دشنام نکرده گپتان را فهمونید و در حیاتتان پیدا نمی کنید که پیامبر صلی الله علیه و سلم یک کافر را یا یک دشمن را به نزدشان گرفته ببخشید از پدر و مادرش با آن دشنام هایی که در ما هست که شاید به رکورد گینس به قریبی ما تاجیک ها برایم با آن شماره دشنام هایی که در ما هست یعنی شماره دشنام ها با انواع دشنام چنانه که در ما تاجیک ها هست و استفاده می شود از مال و گوسفند و گاو شروع کرده تا خواهر و برادر و اجداد و دیگر و همسایه و همه بدانید که با گمان من باز هم دیگر شاید این رو
کوفتوکوف کرد در دیگر یگان ملت و زبان وجود ندارد. حتی افغانستانی همسایه که ما میگیم جنگ زده هست، مردمش بی مدنیت است، با اون معذرتی که از برادر و خواهران افغانی میکنم و واقعا احترامشان دارم، این گونه دشنامی که در ما هست در آنها دیده نمی شود. یعنی این گونه دشنام های در ازبک و قرقیز و قزاقستان همسایه هم دیده نمی شود. در ما به نزدیکی خواهر و برادرانی که صدای ما رو میشنوید شاید برای رکورد ما داخل شویم که این نمود، این شماره زیادی دشنام رو در ما هست و در یک دقیقه به یک برادر فرصت دید شاید تا 100 تا دشنام رو او تلفظ کرده میتواند، پای در پای، یگان خیلی در نمونده. تصور کنید یک نفر رو آیدی چیزی صحبت کن میگوید، یک بار دوبار در میموند در داخلش، یعنی فکرش جایی میرود خودش رو سرجم میکند. دشنام کن میگوید، در یک دقیقه 100 تا دشنام رو تماما حفظاً میرود. شاید که از خوردی فقط او رو به همین چیز حفظ کنانیده باشند یا که دیگه ما تاجیک ها به همین چیز اهمیت میدهیم. آره، در کودکی هستند نفرانی که افتخار میکنند از حقارت آموختن فرزندشان، تبسم هم میکنند، میخندند و همین عادت میشود آهسته آهسته. درست، همین خیلی آیله ها هم هستند. و چیزی دیگر هم که اینجا شاید وقتی من کمی تنگتر باشد و با دیگر مهمانان شما وقتی دیگران رو نگرفته باشم، چیزی دیگری که متاسفانه من که با نفرانی که مثلا سواد ندارن یا نفرانی که آنها رو تیار کردن که شما براید و فلان شبکه به فلان برنامه داخل شوید و فلانی رو یا دشنامش کنید و آنها اونقدر جای تاسف نیست، آنها کارشون همین، یعنی بگوید که آنها با همین کار لقمه خورده ایستادن. بله. اما برادرانی که یعنی نفرانی که چی مبارزان باشند، چی برادرانی که برای دعوت یا برای مردم را به یگان راه درست راهنمایی کردن به افیرها میبرایند یا برنامه ها دارند، من به آنها رو اگر ببخشید یا مادرت رو اگر چنین کنن، این مثال است اما مثال دشنام است. 100% شما مثال آورده ایستادید که اگر خواهرت رو چنان کنن یا مادرت چنان شود یا همسرت چنان شود، لیکن این مثال برابر مثال زدن یک دشنام، یک تحقیر طرف مقابل است که اگر به آداب و اخلاق انسانی و اخلاق اسلامی نگاه کنیم، وقتی یهود، حدیث در صحیح بخاری است، آمده السلام علیک میگوید به پیامبر، یعنی مرگ بر تو، پیامبر فقط با یک کلمه و علیک جواب میدین و به شما هم، دیگر چیزی نمیگوین. وقتی حضرت عایشه و علیک السلام و لعنه گفته دشنام رو دوام میدین، پیامبر میگن عایشه ساکت باش، ما از بدگویی و فحشگویی و حقارت و دشنام نیستیم. من به آنها جواب دادم و به شما هم، گپ تمام شد. اکنون ببینید که یا نمیدونم چه خیل این چیز رو بیان کنم که یعنی یک برادر با یک سیمای می براید یا یک برادری خواه مبارز باشد، خواه برادرای دیگری ما باشند، اگر یک نفر زنگ زد و یک دشنامی رو گفت یا چیزی رو گفت، دیگر این دارد از وی زیادتر میترکد و با دشنام های زیاد یا حتی حرف های قبیح، دشنام هم بعضیش رو گفته نمی شود ولی تحقیر یک نفر، اون هر کی هم باشد انسان است. و چه خیلی که گفتیم قرآن میگه حتی کافر رو شما دشنام نکنید. آنها دشنامی کردهشان رو، سزایشان رو میبینن، ولی ما طرز باید خود رو آماده کرده باشیم یا با عصب خود مسلط باشیم که نتوانیم یعنی برابری دشنام یک نفر 1001 دشنام به او برگردانیم و اگر همین رو آمادهش رو نداریم، پس چی حاجت است زنگ نفر رو قبول کردن و برابری او ببخشید مثل سگ یا مثل چیز دیگر هرچی او میگوید شما هم بر دوام دادن. برای همین میبینیم که در دیگر افیرها مثلا من بسیار برنامه های دیسکوسی یا سوال جواب های روس ها رو هم میبینم، حتی اوکراین رو هم میبینم، دیگر کشورهای دیگر عرب ها رو میبینم. یک نفر از آن طرف زنگ زد و دشنام داد، از اینجا میگویند ببخشید که زنگ شما رو من باید قطع کنم برای آن که استودیوی ما برای چنین صحبت ها نه، زنگ را در لحظهش قطع میکنن اگر جمله به تحقیر رفت. در ما خواهش گوش کردن داریم، شاید که گوش میکنیم بعد از آن بدترش رو به او میگویم و آخرانی وقت علل خصوص همین یک ماه آخر یگان برنامه مبارزان رو تقریبا تا آخرش برای تماشا کردن دیگر عصب نداریم، برای آنکه یک انسانی که ببخشید یک چیز میگیرم میگوید بجز از حقارت دو طرف، تحقیر دو طرف، باز 6 نفر 7 نفر. من اینجا مسئله اساسی رو دارم به نفرانی که خودمون برنامه میسازیم و میخواهیم مردم رو به یک راه
راهنمایی کنیم. وقتی ما خودمون به عصب خود مسلط نیستیم، خودمون رو از دست میدهیم و در خود افیر برنامه رو به حقارت و به دشنام و به تحقیر و به مثال زدن که مثال ها همش تحقیر است انجام میدهیم، از این که فایده میگیرد. کی از این چیز فایده میگیرد؟ کی از این چیز تاثیر میگیرد؟ برای این خیلی جای تاسف است که دیگر بجز اینکه مردمی عام بودن با آنها میگفتیم اینها دیگر سبب دارن، یا گفتیم اینها علتش هست کتاب نخواندن، درس نخواندن، از خورده تربیهشون نکردن، یا بعضیشون گرسنه هست و با همین رو شکم سیر کرده ایستادن، یا بعضیشون تحت فشار هستن. یکی به ما چی شده است که در رو بروی افیر اکران نشسته ایم، کسی ما رو مجبور نمی کند و ادعا هم داریم که درس خوانده هستیم، تحصیل کرده هستیم، اما در افیر خودمون رو به دست گرفته نتوانسته دیگر داریم با تحقیر و با دشنام و با چیزهایی که دیگر انسان سالم نمیتواند ببخشید عقلش سالم گوش کند و از اون چیزی برای خود بگیرد. ضبط فکر رو میکشند. معلمه جان، من که اونقدر سواد کافی دینی ندارم در جدای فقه، ما یک سوال شخصی داشتم، اگر از فرصت استفاده بوده برایتان گویم که دیگران هم آگاه باشند. در شبکه اجتماعی فیسبوک بیشتر برخورده با من میکنند که چرا با چهره برآمد میکنی، اشتراک میکنی، تو مگر شوهر نداری که اجازت داد، تو زن مسلمان هستی، ممکن نیست. آیا یگان حدیث صحیح آیات از قرآن آوردن ممکن است که اجازه نیست که من اینجا برآمد کنم با چهره؟ درباره چهره، اولا درباره سیاست اگر صحبت کنیم، خب در زمان پیامبر صلی الله علیه و سلم هم اندازه زنها در سیاست بودند و به یگان کس جای پنهانش نیست که در بسیار مسئله ها مشورت های مهمترین رو پیامبر از همسران خود می گرفتند، از جمله در صلح حدیبیه، از جمله و جنگ ها حتی می رفتند خودی زنهای پیامبر می رفتند و حتی بعضی از جنگ های و چی گویم اختلاف هایی که بعد از مرگ پیامبر شد، همسر پیامبر حضرت عایشه در آنجا اشتراک کرده بودند. یعنی اشتراک زنها در سیاست از اول بود تا آخر هست، اما مکان های هست مثل قاضی بودن یا مثل راهبری کشور بودن که برای زنها در شریعت ممنوع است. اما مسئله چهره، من خودم هم که به چهره میبرایم، چون مسئله من وابستگی دارد زیادتر به شوهرم و به امنیت اهل عائله شوهرم. اینجا در مسئله چهره بین علما اختلاف است. مثلا بعضی از علما میگویند چهره زن عورت است که باید پوشیده شود و جمهور علما از جمله در مذهب امام ابو حنیفه رحمت الله علیه میگویند چهره زن عورت نیست. چهره زن عورت نیست و میتواند با چهره گشاد باشد. برای همین علمایی که میگویند چهره زن باید پوشیده شود میگویند با چهره گشاد برآمدن ممکنه. علمایی که میگویند چهره زن عورت نیست میگویند باک ندارد، علل خصوص در زمان حاضر که دیگر دیده ایستادید که چقدر زنها بدون ستر و بدون دیگر حتی لباس دارند در همه جا برآمد میکنند و مردم را به کدام راهی کشانیده ایستادند. برای همین مسئله اختلافی است. هر کسی که میگه 100% کارتان خطا، 100% دروغ میگوید، برای اینکه مسئله اختلافی است. ایده میگن در حقیقت یعنی حق را باید گفته شود، چهره زن نباید نمایان باشد، عورت باقی ماند. بعضیا میگن یا لیکن جمهور حتی میگن چهره زن فقط در زمان فتنه عورت است، در غیر این او میتواند با چهره کشاد باشد، چگونه که در حج هم با چهره کشاد زنها میگشتند و در قرآن کریم هم در ما آیت در سوره نور است که واضربن بخمورهن علی جیوبهن و رویمالهای خود را بالای گردنهای خود پرتویند، نه بالای چهره‌هایشان، بالای گردنهایشان. لیکن طرف مقابل هم دلیل دارد که خیلی اگر دلیل ها رو ذکر کنیم دوام میکشد. حالا باشد به فکرم شما مهمان دارید، میخواستم مهمانتون را قبول کنید و من تا اندازه فکرم را گفتم. این مسئله بالای صدا هم همین است. صدای زن بالای صدا نه بالای صدا نه. صدا اتفاقا عورت نیست. صدای زن اتفاقا عورت نیست. بهترین. بسیار تشکر، می‌ندار هستیم. یک عالم معنی خوش آمدید یک بار دیگر. یک عالم معنی برداشتیم و اینجا الهام جان یعقوبوف مهمان بودن، بیرون شدن در 90 نفر از ایمو زنگ زده ایستاده بودند. شاید قبول میکنیم، بعداً باز هم نوبتی دیگران. مرحمت از ایمو. السلام علیکم. زنگ زده ایستاده بودند. مرحمت ایمو. الو. اگر پیوستن نتوانستیم دعوت میکنیم بر استودیو معظمه خان
قادر و وکیل دفاع هستند. ایما پیوستیم. الو. الو. السلام علیکم دادر. گوش میکنم شما را. بیرون شدن. سلام علیکم. الهام جان بود معظم قادر و خب خوش آمدید معلم شما هم بر. سلام علیکم سانا خان. امیدوارم که خوب هستین. بله تشکر، خدا را شکر. بسیار خرسندم که شما رو دیده ایستادم، صدای شما رو شنیدم، گرچنده که ما رو تکلیف کرده بودین لیکن توانستم فرصت پیدا کرده. برنامه موضوع خیلی موضوع جالب است. اوید معاشرت اگر خطا نکنم. خب اوید معاشرت اگر در اصل گیرید در فرهنگ مردم تاجیکی ما نخستین افکار و اخلاق درباره آداب معاشرت درست با معاشرت داشته میرسد. چنانچه که پیشتر هم چیزی که ابوعلی ابن سینا گفته بودند، اول چی باید باشد؟ اخلاق انسان نه اون که مادرزاد هست بلکه بعداً این کسبی می شود، فطری هم می شود. این کسبی باید شود. معاشرت پسیخولوژی، معاشرت پداگوژی، معاشرت بین همکسبان، در عموم معاشرت این یعنی که آداب و اخلاق، یعنی که رفتار انسان رو نشون میدهد، زیبایی انسان رو نشون میدهد. من چنین فهمیش دارم. لیکن متاسفانه عین حال ما بسیار نه تنها عین حال سالهای اخیر ما مشاهده کرده ایستادیم معاشرت بین جوانان ما، بین مردم ما چطور بین خود چطور معاشرت میکنن، با سخنهای قبیح، با دشنامهای قبیح. نمیشود که یگان سخنی آنها اساسا این در بین جوانان میباشد. نمیشود که یگان سخنی آنها به دشنام و به قبیح به گوش مردم رسد. این خیلی گوش خراش هست، این خیلی نگران کننده است. ما در چیزی که شما برنامه میبرید من هم برنامه خود رو میبرم، بسیار مشاهده میکنیم چون این حالت ها رو. متاسفانه چنین هست. حتی اگر خطا نکنم حقوقی است همین در. بله برنامه من حقوقی است. برنامه ادوکات معظم قادری در من هم از فرصت استفاده برده از برنامه شما مردم رو تکلیف میکنم، زیرا شما بینندگانی زیاد دارین. اگر خواهید که مصلحت‌های حقوقی گیرین میتونین به کانال من ابونه شوین، برنامه شما وارد شوند. خب معلم آنقدر در قباحت سخن مردم عادت کرده رفته که حتی از خیلی از بزرگان سمت ادبیات و دیگر سمت ها هم همین حالت مشاهده می شود. آیا بر شما شکایت هم میکنند که نفر نسبت آنها تحقیر کرده، آنها را پست زده است، انسانیتشان را تحقیر کرده می شود؟ آیا یا دیگر مردم تماما عادت کرده رفتند؟ عادت می شود. این رو ببینید قانون هم هست که هر نفری که نفر دیگر را حقارت میکند، تحقیر، طعنه میزند، تهمت میکند، یگان مجازات هست؟ مجازات هست، البته مجازات هست، لیکن خیلی اینجا هم نگران کننده است. پس زدن شأن و شرف انسان هست. جزا خیلی سبک هست. با جریمه بسیار وقت. من اگر میخواستم نسبت همین ها سخت‌تر، جرم سخت‌تر میدیدن، جزا رو سخت‌تر پیش بینی میکردن. این شاید که همین یگان تاثیر رساند بود. لیکن این رو ببینید که اون در عموم از قدیم و ایام آمده است، از نیوگون قدیم نیوگون آمده است که شعار ما پندار نیک گفتار نیک می باشد، درست کردار نیک می باشد. لیکن متاسفانه مردم ما از خاطر برآوردن چه سبب باشد من خود درک کردن نمیتونم. برای این خیلی خیلی مشکل است. هنوز در اوستا بود. هنوز در زمان حکمرانی کوروش کبیر میان مردم خیلی چی گسترده بود. یک جمله بله بهترین درست گفتید معلمه. شما اجازه میدید که در همین بابت الهام جان یعقوبوف هم حرف زنند، بعداً با صحبت میکنم. بله. خوش آمدید معلم بر برنامه ما پرنده های مهاجر. تشکر زیاد. السلام علیکم خواهران عزیز، برادران گرامی، تماشابینان ارجمند، بخصوص معلمه عزیزمان معظم خان قادری رو خیلی خرسند شدیم هم خودشون دیدیم در یک افیر آنلاینی با هم در یک استودیو صحبت میکنیم. خیلی خوش شدم با دیدن شما، با دیدن این خواهرای عزیز، با شنیدن اون معلمه عزیز که خیلی از قرآن و از حدیث ها گفتن. خیلی واقعا یک دنیا فن گرفتیم، نصیحت گرفتیم. من
عرض تشکر میکنم. خداوند اینها رو در پناهش نگهدار باشد و همیشه بالای سری و نصیحتگر و انشالله آبادگر ما باشند. واقعا این روز شما یک مسئله خیلی خیلی جدی رو مطرح کرده استودید و خیلی خوب میشد که بسیاری مردم از این استفاده میبردند و صحبت ها رو گوش میکردند. واقعا آداب معاشرت در پایگاه اجتماعی سگمنت تاجیکی خیلی خطرناک و خیلی با فحش و با مسئله های تبدیل شده است که انسان وقتی که وارد می شود همیشه یا خود را تحقیر حساب می کند یا تحقیر می شود یا همیشه دشنام می شود. به مثل اون نفرانی که امروز واقعا مخالف حکومت سیاست امروزی تاجیکستان هست بیشتر به این روبرو می شوند. ولی چون اینجا بسیار بخشای مهم گفته شد و اون چیزی که نگفتند من میخوام بگویم. پایگاه اجتماعی سگمنت تاجیکی چی را نشان میدهد؟ وقتی که شما به این فیسبوک یا به هر پایگاه های اجتماعی که سگمنت تاجیکی هست وارد میشوید و تحقیر و دشنام اون اخلاق و آداب معاشرت نگاه میکنید، این چهره و محیط جامعه امروزی تاجیک را نشان میدهد. میفهمید؟ یعنی که وقتی که اون محیطی که در تاجیکستان در داخل تاجیکستان هست همون تقریبا کوچیده است به پایگاه های اجتماعی تاجیکستان. شما ببینید در مکتب ها تحقیر هست، دشنام است، طلبه ها معلم رو حقارت میکنند، معلمه ها رو حقارت میکنند. در مارشروت و اتوبوس ها همیشه ما شاهد آن هستیم، یا نوارش رو میبینیم یا در واسطه اخبار عامه آن منتشر می شود. ما میبینیم که در مارشروت ها، در اتوبوس ها، در مکتب ها، در بنگاه های طبی، در کوچه ها خواهرها رو حقارت میکنند، دشنام میدن، با الفاظ قبیح حرف میزنند. یعنی که این سگمنت تاجیکی فیسبوک تاجیکی چهره و محیط امروزی جامعه تاجیک را نشان میدهد. وقتی که حکومت امروزی جمهوری تاجیکستان جشن کدو، جشن کارتوشکا، جشن پیاز و پیشکی برگزار میکند و این جشن ها را از عیدهای رمضان و قربان، از عیدهای بهترین ما بالاتر میگذارد، چرا ما باید انتظار شویم؟ واقعا محیط ما، جامعه ما به همین چیز تبدیل شده است که امروز روینامه این را، چهره این را ما در پایگاه اجتماعی خواهیم دید. و افسوس که همین طور شده است که ما سالهای اخیر، حتی بیش از این سالهای اخیر که میگم 10 سالها، ملت ما، چون من در اکثریت میگویم، مثل یک ملت توده ها فکر میکنیم، نه مثل یک ملت تاجیک، ملت برومند تاجیک یا ملت فارس. ما همچون یک ملت هم تشکل نیافتیم که امروز همین واقعیت را چیزی که من بازم گفتم در همین پایگاه اجتماعی دیده میشود. مثال روشن شما میتونم بگویم که امروز وقتی که همین چند روز اخیر، مثالی که دور نمیرویم، وقتی که رهبر پیمان ملی تاجیکستان وقتی درباره روشنفکران، درباره زیان فکر شخصی خودشون رو گفتن، نگاه کنید در همین فیسبوک تاجیکی آن روشنفکران، آن زیایانی که خود را روشنفکر میگفت، یکی شعرنویس است و یکی داستان نویس است، یکی کتاب نویس است و یکی در مرکزهای استراتژی کار میکند و یکی در حکومت و دولت کار میکند، چگونه با الفاظ قبیح صحبت میکنند، با حرفهای قبیح ترین آنها رو به خودشان اجازه دادند که این حرفا رو بگویند. واقعا وقتی که اون نفرانی که خود را زیایی میدونن، روشنفکر میکنن و واقعا ما هم اعتراف میکنیم دانشمند هستند، باسواد هستند، کتاب نویس هستند، در مرکزهای خوب تحصیل کردند یا در مرکزهای خوب کار و فعالیت میکنند، ولی وقتی که یک طرف رو قبول ندارند یا یک طرف رو خوب نقد میبینند اگر بگوییم، ولی فکر آن را قبول ندارند، چگونه با یک الفاظ قبیح صحبت میکنند، دشنام میدهند که این را واقعا وقتی یک کس میبیند فکر میکند که واقعا ملت تاجیک همچون ملت تشکل نیافته است تا امروز. واقعا هم زیایان ما، هم روشنفکران ما، این در عموم میگم، آن شخصیت ها، افرادهایی که واقعا زیایی هستند، مثل برزو عبدالرزاقوف، مثل استاد عبدالقادر، مثل دیگر نفرایی که با آنها یک شخصیت ها هستند، آنها کم شمور هستند، آنها نفرایی که علایده هستند. من در عموم میگویم برای همین حرفای ما در عموم نوشته شده شود، ملت ما افسوس که همچون توده فکر میکند و
واقعا این مثال ها رو گفتم و ما چند سال پیشتر حتی در پیمان ملی تاجیکستان که خود یک نفر از پیمان ملی تاجیکستان هستم، اون 2 سال پیشتر بود شاید عضو شورای پیمان ملی تاجیکستان. میخوام در اینجا این چیز بگویم، روشن تیموریان، استاد روشن تیموریان که خیلی انسانی با فرهنگ هستند، خیلی انسانی واقعا یک روشنفکر، یک زیایی، خیلی اخلاق فرهنگ بلند دارند. وقتی که در پیمان ملی تاجیکستان اون کس یک برنامه خوب، یک پیشنهاد، یک دستور عمل میخواستند که برای همه درباره معاشرت در پایگاه اجتماعی برای تاجیکان تصویب رساند، دستور عمل در آنجا بیارند، بنویسند و در پیمان ملی تاجیکستان همین مسئله که شما امروز برداشتید چندین مراتب بحث شده است و وظیفه‌دار هم بودند که استاد روشن تیموریان یک دستورالعمل برای تمام تاجیکستان بنویسند، ولی افسوس که با بعضی سبب‌ها خود استاد هم از پیمان ملی تاجیکستان رفتند و این مسئله هم در جای خودش ماند و من انشالله کوشش میکنم که واقعا در حرکت‌های سیاسی، در حرکت‌های فرهنگی، در حرکت‌های اجتماعی که در امروزی تاجیکستان چه در داخل چه در خارج کشور هست، باز یک بار دیگر با آنها هم تاکید کنم و تذکر دهم که در بین خود یک دستور عمل باید باشد و برای مردم یک دستور عمل هم برای این موضوعی که شما امروز گفتید دستور عمل از جانب خودی، اگر از جانب خود حکومت هم شود خیلی خوب میشد که مردم امروز باید بداند. واقعا در اینجا معلم معظمه خیلی حرف خوب هم گفتن که ملت تاجیک ما از خردی یک با یک فرهنگی با یک فرهنگ بزرگ کلام می شود. حتی اینجا مثالی که از سخن ابوعلی ابن سینا هم آوردن و کمی من دیگر شکل هم گفتم میتونم که وقتی که به نزد ابوعلی ابن سینا یک کودکی که 1 ساله بود یا چند ساله بود، خیلی کودک بود، میگویند که از ابوعلی سینا من چگونه این کودکم رو تربیت کنم، میگوید که این کودک چند ساله شده است، من در یادم نیست ولی در عموم میگویم خوب 1 ساله شده یا 6 ماه بود، به فکرم 6 ماه شده است. میگوید که شما 6 ماه دیر کردید. برای همین ملت ما چنین مثلا شعور دارد، ملت ما چنین پندها دارد، چنین نصیحت ها دارد. واقعا ما کودک رو از همون که نوزاد شد بیشتر میدونم که پندهای حتی خوب رو همچون جای الله پندهای خوب رو میمانند، قرآن میمانند، حدیث میمانند و یک چیزهایی که غزلهای خوب میمانند که از همین کودک، از همین خردسالیت باید این به غزلها، به آیاتها، به حدیثها شناس باید باشد. برای همین ملت ما باید همچون یک ملت فکر داشته باشد، نه توده ها. فرهنگ ما باید سلامت باشید، سربلند باشید. اگر هر چی که انشالله سوال شد یا یک فکری دیگر شد انشالله و البته چند فکرهای دیگر هم دارم انشالله شاید که در دوام برنامه البته بله اینجا یک انگیزه دیگر در بابت همین برنامه شما دادید بر من. انگیزه این است که گفتید همان ایدی کدو و ایدی کارتوشکا و بیخی و بیخیش را من گفتم این یک باز ایده شد برایشان. خب امروز یک چند نفر وارد شدن در شبکه فیسبوک به من گفتن روز پرزیدنت مبارک باشد. خب در روز پرزیدنت باید چی تهنیت ها کرده باشن بر یک دیگر؟ چی تبریکات این است که روز پرزیدنت مبارک؟ خب میشد روز خوشکلامی مبارک باشد، روز مهربانی مبارک باشد، روز قدرشناسی بزرگان مبارک باشد میگفتند، به جای آنکه یک روز معین را روز پرزیدنت اعلان کرده باز آن را تبریک و مبارک باد گویند یک دیگر را. بابت عید و ایام های وطن گفتن. خب قبل از آن که نفر خواهش بر سوال من جواب گفتن پیدا کنن، من سوال را مطرح کردنی هستم. خب از برچونین حالت آورده ماندن جمعیت امروز چی فایده باشد که یگان سر از سروران بالا نمی شود و نمی گوید که این چه حال است در شبکه های اجتماعی، این چه حال است در جامعه نه فقط مجازی، در جامعه مادی هم این چه حالت است، در به کدام حالت آمده رسیدیم، چرا کسی سر بالا نمی کند؟ مقصد چی باشد از به همین حالت آورده ماندن جامعه؟ که جواب میگوید؟ معلم شاید شما جواب دارید؟ سایما خانم من چون فکر دارم نسبت این حالت برای چی مردم را تا این درجه آورده رسوندن. این البته که برای شخصان منصبدار میگوییم، شخصان منصبدار این خیلی موافق است. چقدر مردم
ترسو باشن، چقدر مردم بین خود معاشرتی خوب نداشته باشن، چقدر مردم سر بلند کردن نتوانن، حرف گپ زدن نتوانن، برای اون همین قدر خوب است. یعنی که با انسان‌هایی که موضوع ما اوید معاشرت هست، انسان‌هایی که معاشرتی خوب دارن، عقل و فراست خوب دارن، یعنی که ترسو نیستن، حرف خود رو برو گفته میتوانند، برای اونها چنین انسان‌ها لازم نیست، اصلا لازم نیست. فکر و نظری من چنین هست. بله اصلا بعدن یک حالت فطری انسان که اگر یگان در حقیقت زیایی باشد و تحقیر از نفر دیگر میشنود تا مغز استخوانش تاثیر میگذارد و معلوم میکند او را روحاً میشکند. دیگر نفرانی هستند که حقارت مثال یک غذای هر روزهشان که یکی بالاتر آید در حقارت و بیشتر حقارت داند باب کرده هم گفته خرسند هم می شود، اما این بر زیایان تماما آنها را شکسته روح افتاده از جامعه دل مانده می کند که دیگر فعالیت خود را گم می کنند. درست است شما سویما خان بخشش در اینجا گفته شده است که یک متل توجیکی هست، عالم شدن آسان است لیکن آدم شدن مشکل است. برای اون نفرانی که پیش از این الهام جان هم گفته گذاشتن، در حقیقت من چنین بحث ها را هم مشاهده کردم، من خود نمیفهمم که در آنها در زیایی هستن، خود رو زیایی میگیرن، روشن فکر میگیرن، لیکن نسبتی دیگران رو میبینن چنین تحقیرها رو، چنین سخن ها رو. یعنی که عالم شدن آسان است، همه میتواند کتاب رو خواند عالم شود، لیکن آدم شدن در کار است. متاسفانه این رو ما کم مشاهده میکنیم عین حال در جامعه ما. بله درست است. یک عذر میپرسم وارد شدم به صحبت شما. معلومه تمام کردید؟ بفرمایید. آواز من میرد آخه؟ بله میشنوید. واقعا اینجا یک سبب اساس شما معلومه گفتن، من هم طرفدار هستم و واقعا هم درست است که امروز خود رهبریت کشور بیشتری که مسئولین دولتی هستند نمیخواهند که مردم واقعا باثبات شوند، نمیخواهند که مردم از حقوق خود باخبر شوند، از حقوق خواندن، از حقوق خود را دفاع کردن، از حقوق مثلا لباس پوشیدن آنها باخبر نشوند که واقعا معلومه اینجا خوب گفتند. و یک مثال دیگر هم سبب دیگر اساسی در اینجا است که در فیسبوک های سگمنت تاجیکی ما بیشتر خود همین حکومتداران مسئولین دولتی بخصوص مقامات های قدرتی وارد این میشوند با همون نام های فیکی یا مستعاری که واقعا آنها بیشتر دشنام میدهند و محیط سگمنت اجتماعی رو به یک محیط دشنام و تحقیر تبدیل دادند که سبب اساسیش من در آن میبینم که مردم عادت کند به تحقیر، مردم به دشنام تحقیر کند. وقتی که در یک محیط که شما تحقیر و دشنام باز میشوید، کلان میشوید، یک عادت معمولی میشود حرف بد. بله شخص بر قباحت عادت میکنند. بله برای این باید از روز اول تربیه کنن، فرزندا رو تربیه کنن، در بخچه ها تربیه درست به جا مونن، نه اون که بگیرن هر روز رقص و سرود رو به اونها آموزنن. درست؟ بله اینش هم درست. بله هر روز رقص بخیان هم جوانان ما از کودکیش، مردم ما از کودکی الان رقص و سرود رو خود میتونن. بله درست. لیکن متاسفانه تربیه معاشرت رو نه. درست قید کردید. خب یک جهت دیگر دینی اش را از معلم احمدی پرسم، بعدا 90 رو بر اسماعیل زاده بودن به فکرم در 90 رفتن. خب بفرمایید در خدمت هستم. جهت دینی اش را از شما پرسیدنی هستم که آیا فایده میگیرند که حال جامعه را در چنین حالت آورده ماندن؟ پیش از همه از روی عدل و انصاف نگذاریم، با اون احترامی که به تمام مهمان ها دارم، اینجا مسئله دشنامگو، حقارتچی، مثلا تحقیر رو به این چیزها عادت کردن البته تا حد به حکومت هم رابطه دارد، اما از حد نگذاریم در خود عائله های ما هم این مشکلی هست. یعنی یک پدر میتواند در نزد فرزندها همسرش رو با مادر و پدر و هر چیزی که دارد دشنام کند، اما دست به دست شدن با همسرش رو دور از ادب میداند. این رسوایی است که یک پدر در جانب همسرش در نزد پدر و مادرش یا فرزندها بنشیند، اما هزار و یک دشنام رو کردنی عروس یا همسرش در نزد پدر و مادر و در نزد فرزندان، این مردانگی جوانمردی است. برعکس این هم اگر یک زن کودکش را یا دخترکش یا پسرک 17 ساله 18 ساله
کوچه باشد، پس از مدرسه ببخشید مکتب باشد، ببوسد و خوش آمده فرزندم گویند، همه به چشم حیرت نگاه میکنند که مگر بیمار است که کودک اینقدر این دورت ارکش میکنند. اگر با 1001 دشنامی بیمیری و چیزی دیگر کودک رو اگر گپ زند میگن چیزی عادی هست. یعنی ما خودمون هم مردم در عائله ها در درون خانه هم دشنام و تحقیر و مسخره کردن و یعنی ناموس و به ارث یک نفر رسیدن رو عموما یک چیزی معمولی میدونیم. برای چی مثلا عائله هایی هستن که تاجیکستان رو ندیدن، کودکانی هستن که در تاجیکستان اصلا بزرگ نشدن، در خارج از کشور هستن اما همه نمودی دشنام رو میدونن هستن. از کی آموختن؟ از داخل خانه که پدر و مادر به این چیز اهمیت ندادن. یعنی کودک 3 ساله میتواند یک چند دشنام مادرش را گوید. یعنی برابر این که در حقیقت به مردم فرصت تدریس و تعلیم و پیشروی رو نمیدهند، ما خودمون هم الان که میشود یعنی یک مادر میتواند به زمین‌کارهای دیگرش به کودکان درباره حقارت یک جمله بگوید، یک پدر میتواند به جای اینکه همسرش را در نزد فرزندان تحقیر و حقارت و دشنام کند به همسرش یک سخن مهربانی بگوید که کودکان از او آموزند. یعنی فرزندها اساسا این چیزها رو از کی میآموزن؟ ما در درون خانه هم ببخشید مدنیت تاجیکی ما، مدنیت این که مثلا دشنام چی است، حقارت چی است، مهربانی چی است، بیشتر از اینکه زبان مهربانی رو استفاده کنیم ما زبان شتم رو استفاده کرده با این میفخریم. هم این مشکلی در این است. یعنی مهربانی یک مرد برای نسبت زنش این شرمندگی ببخشید از زن ترسیدن است در نزد عائله‌اش، حقارت و دشنام یک مرد جوانمردی او هست. این رو آیا حکومت ما رو مجبور میکند یا ما با همین مدنیت هستیم؟ یعنی البته اینجا تا حد نمیخوام من کاملا طرفی حکومت رو گویم که در اینجا هیچ دست ندارن، لیکن ما هم در اینجا مشکلی در خود ما هم هست که من گفته استادم من عائله هایی که خارج از تاجیکستانن با آنها زیادتر رابطه دارم و در حیرت میشوم که کودکی که تاجیکستان رو ندید الکی یک چند دشنام رو میداند، الکی زبان تمسخر و تحقیر رو میداند. پس اینجا مشکلی در خود هر یک نفر هم هست که بیایید ما هم یک کوشش کنیم اولا از خود بالای زبان خود، بعدا بالای اعصاب خود مثبت باشیم. باور کنید نفری که روبرویتان ایستاده است و دشنام میکند با یک کلمه که هرچی گفتی بالای تو است شما میتوانید رو یگانه جواب دید. اینجا خیلی گویم زبانی تمسخر و تحقیر و دشنام این چیزها که داریم بالای همدیگر زور بودن خود رو، غالب بودن خود رو نشان میدیم. این مشکلی هم در ما هست. بله مشکلی فقط در حکومت نیست، یعنی که جمعیت خود هم مشکلی دارد. والدین را هم آگاه بودیم، بعضا شاهد واقعیت می شدیم که از حقارت یاد گرفتن پسرچه‌شان افتخار میکردند، سری زانو نشانده کنی انا اینش را گوی انا ویش را گوی، بعد آفرین هم میخواندند. شاهد متاسفانه شاهد این گونه حالت ها هم بودیم. درست گفتید. مرحمت سایما جان میبخشید معلم عزیز و دیگر رو میپرسم که من هر کار نتوان نکرده بودم که خیلی قطع شدم یا این تلفنی من کم مشکلی دارد خیلی که گرم میشود یا نیت نسبت یک وقت با خنوق میشد. برای همین اصلا معلم خیلی خوب گفتن، درست هم گفتن این درباره آداب اخلاق که خانواده هست. آواز من میره؟ بله میشنویم شما را. این یک مسئله هست، ولی امروز بحث ما یا چی موضوع ما که معاشرت در پایگاه‌های اجتماعی است میخواستم بیشتر درباره این گپ بزنم که چرا مثلا این تحقیر و دشنام‌ها در پایگاه‌های اجتماعی میشد و این سبب‌هاش هم درست است که مثلا وقتی که از خودی مثلا این کارها رو یاد میگیرد آموزه میشود، این کارها رو حتما در هر جامعه که هر جا که میرد این رو ادامه خواهد داد. ولی من یک چیز رو الکی مشاهده کردم چند سال حتی باشد که گویا که در همین پایگاه اجتماعی ما گروه‌هایی هستند که مخصوص همین کارا انجام میدهند که این من فکر من البته از فکر شخصی من که این از جانب حکومت جمهوری تاجیکستان از سیاست حکومت جمهوری تاجیکستان اداره میشد، چون بیشتر آنهایی که از مقامات‌های دولتی از مقامات‌های قدرتی وارد میشوند و این فحش و فشار و فساد رو جاری در پایگاه اجتماعی میکنند، میخواهند که همین پایگاه اجتماعی یک ایمیج خود رو، یک سیاست خود رو خیلی پست نشان دهد و مردم از این آهسته آهسته کنده شود تا حرف حق رو از این پایگاه اجتماعی که ما استفاده میبریم و مردم میخواهد که یگانه رسانه یگانه چیزی که مردم حقیقت رو در اینجا میگوید و مینویسد میخواهد که مردم رو از این پراکنده کند و
و امروز همین برنامه رو من تقریبا اگر 100% هم نگم 90% من باور دارم که چون یک سیاست در همین پایگاه اجتماعی جاری کردن که مردم پراکنده شود، مردم وارد این نشود، مردم از این دهشت‌ها و تحقیرها بیزار شود و خود را کناره‌گیری کند و بیشتری که در اینجا واقعا دیندارها اصلا مخالف امروز حکومت جمهوری اسلامی اگر گوییم بیشترش مخالفان دینداران هستند، اگر چنده که دیگرها هم مخالف هستند و بیزار از این دشنام و تحقیرها هستند و وقتی که این تحقیر و دشنام‌ها رو میشنوند آنها فکر میکنند درست است. بله برای همین این یک باید برنامه راه اندازی شده است و برای همین طریق برنامه شما خواهش میکنم و درخواست هم از آن تمام مردم از ملت تاجیک درخواست میکنم که هر کسی که تحقیر میکند دشنام میکند نسبت شما باید مناسبت خوب با آنها معامله کنید و اگر میتوانید از آنها دور شوید ولی مقصد و مرام انجام دهید. بله شاید یک انسانیت در آنها بیدار کرده شود اگر مناسبت خوب بر دشنام‌هایشان کنیم. بله برای آنکه ما هر روز با همین چیز روبرو میشویم و بیشتری که آن نام‌هایی که مستعار این دشنامه‌ها رو می‌نویسند باور کنید آنها 90% آنها در مقامات‌های قدرتی کار میکنند، در دولتی دارند و وظیفه اساسی آنها این است که مردم به من شما و آنهایی که فعالیت در پایگاه اجتماعی دارند با آنها باور نکنند و ببینید چگونه فعالهای جامعه شهروندی یا فعالان پایگاه اجتماعی رو چگونه تحقیر میکنند، چگونه نسبت آنها دشنام میکنند، چگونه تهمت میکنند. این تنها به خاطر آن است که مردم گویا که باور کنند و مردم از آنها دلسرد شود و این یک برنامه که گفتم این یک برنامه که راه اندازی شده است و سبب دومش اینها فکر میکنند که واقعا یک فیسبوک رو پایگاه اجتماعی رو به این دشنام فحش و فساد تبدیل میدهند. مردم در این محیط وقتی که 1 سال و 2 سال میایستد مثل همون خودشون میشود. وقتی که شما در یک محیط کلان میشوید با هم محیط اونس میگیرید و آنها میخوان که فیسبوک یک جایی باشد که تحقیر باشد، دشنام باشد و مردم این دشنام و تحقیر یاد گیرد تا که از سواد و از فرهنگ و از آداب دور باشد و این من فکر میکنم که این دو بیداریش فرسخ‌ها راه میماند رسیدن بله برای این من فکر میکنم که این با یک برنامه راه اندازی شده است. چون نگاه کنید در مثلا در پایگاه اجتماعی توییتر چنین حرفا نیست است و هر کسی که در توییتر هست واقعا اونجا یک پایگاه اجتماعی زیایان است، انتلکتوال ها هست و اینتلیجنس ها هست که چنین راه اندازی کرده هم نمیتواند، ولی فیسبوک خیلی درگاهش وسیع است و این برنامه ها رو افسوس که بعضی قشرهای دایره ها این رو انجام میدهد. سلامت باشید و سربلند باشید. خیلی ترسیده صحبت کردم که تو کنده نشم. بسیار خوب، تشکر برای اشتراک کردن. خیلی انتظار شدن محمد سلیم اینجا. زایما جان بخشش من سخنتون رو بریدم، اگر اجازت باشد به من اجازت میدادید اگه سوال داشته باشید من جواب میدم و خارج میشدم زیرا با یک بعد 2 برنامه دیگر دارم. باشد بفرمایند بعداً محمد سلیم رو قبول کنیم. مرحمت. علاوه اگر دایره همین موضوع باشد علاوه چی گفتم میتونم من نسبت مردم خودداری نمایان از تحقیر از دشنام و اساسا نسبت مادران، چون که رول مادر در این بسیار دیده می شود. مادر تربیت میکند، البته گرد و اطراف هم دخالت میکند از بیرون، لیکن مادران تربیت کنند فرزندان خود رو بیشتر از تحقیر از دشنام باید نگاه دارن. همین رو توصیه کرده میتونم. و معلم عزیز نفری که دشنام بر کسی میدهد از روی قانون چقدر مجازات تعیین شده؟ یگان روزه که چند داخل حبسخانه باشد یا نه؟ حالا مشاهده کرده ایستادیم که 5 روز کرده ایستادن، 5 روز از آزادی محروم کرده ایستادن، لیکن خیلی کم است اساساً با جریمه. یگان سند قانونی دارد مثلا از روی حقوق فلان ماده برای تحقیر چقدر روز باید یا فقط جریمه است در قانون؟ نه در قانون هست واقعا ماده آمده است، لیکن پس کردن شان و شرف میشد بسیارتر با همین ماده دیده میبراین، لیکن خیلی کم است. توسط شبکه اجتماعی هم اونجا در قانون گفته شده مثلا طریق شبکه اجتماعی یک نفر میبراید نفر دیگر را سخت تهمت میکند در جاده های فحش و فجور مثلا نسبت او یگان جزا پیش بینی شده کرده میشود؟ البته کرده میشود، لیکن مردم ما کم رجوع میکنن این مسئله نمیکنن. درست رجوع اصلا نمیدونن، خود را نمیدونن.
باید حقوق خود را دونن، مراجعت کنن. بله درست. الو نیستن. خب بله درست در کردم جواب شما را. بهترین بود معلمه برای اشتراک. بسیار زنده تشکر. باشین، در پناه خداوند باشین تا آخری آینده. خب من بعد در برنامه ها نیست انتظار هستیم. تشکر. خب محمد سلیم معذرت که اینقدر. السلام علیکم. و علیکم سلام دادر، گوش میکنم شما را. سلامت باشید. پیمسیم خوبیت کاراتون هست. خب بسیار تشکر. از موضوع آگاه هستید البته که از اینکه اینقدر انتظاری کشیدید معلوم که آگاه هستید. کم و بیش از مبانی برنامه پیوست شدیم. آگاه هستیم. مثلا آداب معاشرت، سخن گفتن، آداب معاشرت. ولی امروز افتخار میکنیم که نسل جوانی کشور یک آداب، یک لحن شیرین. ازش ما افتخار میکنیم تاجیک هستیم با یک لحن شیرین، یک صحبت‌های شیرین و دل و شوب با یک دیگر صحبت میکنیم. راستی بسیار جا افتخار هم میکنم از زبان تاجیک بودنشان با لحن تاجیک. چقدر لحن شیرین دارد گفته. اکثر ملت ها، اکثر کشورها افتخار هم میکنن از ما و این خوب است، افتخار هم میکنیم. و امروز نسل جوان هم من افتخار میکنم که یک دانشی صحیح، دانشی پرقطعی امروز سخن میراند و آن لحنی که گفته مثال دشنام وای نسبت این یک کم است نسبت به سالهای قبلی. امروز نسل جوان و پرگه آگاه است از این چیزا. لیکن من حیرانم که برنامه شما اپای مسلمت همچنین یک سوال داشتم شما که این غیبت، نظر شما نسبت غیبت چگونه است؟ افکار شما؟ غیبت آن است که راست باشد، حقیقت باشد نسبت نفر حرفی که میگویی، اما اگر او شنود خطا شود، زیق شود از تو حقیقت را گویی، تهمت نباشد، اما او وقتی میشنود که دربارش این حرفا را گفته غمگین شود، این غیبت میشود. اما برنامه ما را که غیبت اگر دانستید یا نه من غیبت نمیشونه. در اصل عموم تمام پیش از این سخنرانی من کمی وای شد که نسبت حکومت جمهوری تاجیکستان با فکرم کمی وای شد. الهام جان و این افای دیگر ما هم برای این مسئله با توجه بسیار جلب کردن. نخواهم این دشنام و تحقیر و یا سخنهای قوی رو هم حکومت گناهگار باشد. افا من حیرانم. آخر بعد پشت سر یک از صحبت کردن این غیبت به فکری من و اگر خودش بیخبر باشد چقدر گناه عظیم است به فکری من. ما آشکارا حرف میزنیم. ما آشکارا حرف میزنیم و این یک مثل حجت در شبکه یوتیوب کانال میماند. بعد 1000 سال هم گرفته تماشا کرده میتوانند که ما نسبتشان چی گفتیم. این علاقه غیبت نمیشود. ما آشکارا گفتیم. در برنامه گذشته دادر نفر وارد موضوع شدن یک موضوع خوب هم بود که بهترین دشنام ها را گفتند و من میشناسم آن نفر را. در دکانت کار میکند، در دکانت دانشگاه دولتی کار میکند. بر سگ هم تشبیه دادن، بر نگاه سگ بر اولاد و اقربای من تحقیر کردند. من چیز بد نگفتم و گفتنی هم نیستم. همین قدری که از بزرگان از کوزه همان برون درآورد که درست. کوزه را خالی میکنی، آب باشد آب میریزد، رنگ باشد رنگ میریزد، در داخل کوزه گنج باشد گنج میریزد. حکومت گناهکار نیست. چنانه مسلمه احمدی گفتند معلمه، والدین هم خیلی گناهکار هستند. والدینی که اول افتخار کردند از حقارت دادن فرزندشان، بعدن وقتی بین دو فرزند منشأ صورت گرفت، جنجال شد، کدام بیشتر غالب آمد، خندیدند، او را بین چی گفت، اینش را بین چی گفت، اصلاح نکردند. چنانه یک بزرگوار گفته فرزند را تربیه نکنید، خود را تربیه کنید، فرزندان شما را تکرار میکنند. خیلی معلمه گفتند پدر که حقارت داد چرا پسرش حقارت چی نباشد؟ حقارت که یک عادت معمولی شده میرود. خب الان همین قدر. بعدان گفته امروز روزی بزرگان است، امروز روزی محبت است، روزی سخن است، روزی وی است. بله امروز روزی بزرگان است که روزی رئیس جمهور است، روزی پیشوای ملت است، روزی در اصل امام علی رحمان بزرگ است که امروز عید است و امروز روزی پرزیدنت است که و کلی اون شنوندان برنامه شما تبریک میگویم، تهنیت میگویم که افتخار میکنیم که یک شخص خیلی بزرگ
یک شخصی امروز در جامعه سخن او به درد جامعه نه بلکه به ملت توجیه بلکه به تاجیکستان به درد جامعه غمخوار است. از آن تشبس ها از آن هدف های او جهانیان منشأ میگیرن و جهانیان میگیرن آنها را در کشور خود عملی میکنند. و این افتخار ماست که رئیس جمهور بزرگ است و ما او را جشن میگیریم. نه خاموش نباید میکردید، چون موضوع از شبکه‌های اجتماعی آدم معاشرت در شبکه‌های اجتماعی است. آیا در دوام 29 سال یگان برآمده از رئیس جمهوری ما پرزیدنت کشورمان بود که طریق شبکه اجتماعی طریق آنلاین ویدیو سلکتور مثلا یگان با جوانان گفتگوی داشته باشند که در آن 100% آداب معاشرت فارسیانه با شیوه گوارای شهرریز فارسی باشد؟ مثلا از ازبک‌ها من میبینم میرزیایف در ویدیو سلکتور همراه جوانان حرف میزند و آن آزاد است، وارد میشود گوش میکنید، از زبانشان شهر میریزد، یک ترکی را شیرین آورده میریزد، واقعا هوس آور است. کاملا نمیفهمیده هم گوش کرده ایستادن میخواهد. شما بار از سخنرانی های پرزیدنت کشور ما را گوش کردگی؟ بله گوش میکنم، با قریبه گوش کردن. بله گوش میکنید، اما با هدف درسته. معنی جان یک بار منم سخن کنم اجازه باشد، من شما را گوش کردم که بله راستی اگر شما مثال منم حاضر سخنرانی شما را همچنین هدفی برای چه خیلی فقط عبرت گرفتن گوش کنم، بسیار چیزا میآموزم و هدفی برای غرض گرفتن آموزم گوش کنم، بسیار کمبودی مییابم. درسته من شما یک بار من خوب میشد که در یوتیوب کانال دارید با خوره پیشوی یا پرزیدنت کشور با جوانان گفته میخیل پارتویت اونجا میبراید چقدر واخوری ها هستن و چقدر نصیحت های پدرآمیز، چقدر نصیحت هایی که برای امروز نسل جوان و درد نسل جوان دواست گفتگی هستن، چقدر نصیحت ها کرد شدن. راستی آخرین واخوریشون اگر سال 2021 در دوره امینک بحرانی که امروز جامعه جهان فرا گرفت، خب چقدر با افتخار هم گفتن که جوانان امروز یک نیروی من جوانان سال اصلی 20 و 21 رو مقایسه میکنم، یعنی یک سال 90 و سال 2020 رو 21 رو 100% کلا فرق میکنن. درسته من فرق میکنه جوان امروز و حتی همین یک موضوعشون حتی سخنهای خوب شیرین گفتن در بین جامعه بود. یک بار به نظر یک افکار نیک اگر برآمده را گوش کنید شما معلومه بسیار چیزا میآموزید. اکنون از بس که ما به یک وای شده است، این خیلی برای ما ایده شده است که باید من یک نظری تأخیرآمیز برای نامه شما را تماشا کنم، شما یک نظری واقعی هم تأخیرآمیز یک کمبودی یابیم یک دیگر رو نه بیاد یک دلیست ها قطعی یک بار برآمده رئیس جمهور پیشوی ملت گوش کنیم، بسیار چیزا میآموزید. باور کنید نه این دوستانم که شما از من بزرگتر باشید. نه بزرگترین ها هستند که ما نه اکن بر سوال در نظر دارم معلومه. اگر اجازت باشد اپای سایمه خان و برادر محترمی که صحبت دارد یک سوال میکردم از شما. من خود شخصا برنامه های دینی دارم، برای همین سوال های دینی زیادتر در من میآید. هر یک نصیحتگر، هر یک کسی که به مردم راه را نشون میدهد، نه وابسته به آن که رئیس جمهور است، یک عالم است، یک در منبر صحبت میکند، باید یک خلفیه علمی داشته باشد، یک سواد داشته باشد که ما بگوییم که فلانی اینها را خواند و او الان نصیحت میکند، به نصیحتش گوش کنید. و مثلا درباره شخصا من پرسید که چرا مسلمه احمدی شما برآمده صحبت میکنین، من یک به یک میتوانم از استادایم به شما شمار گویم، دانشگاه هایی که خواندگی هستم هنوز هم میخونم و کتاب هایی که زیر بالین هست و من به کتاب خوب نمیکنم. و شما برادر عزیز شما میگفتید که خود پیشوای معظم ملت ما به فکر شما کدام دانشگاه ها رو خواندن، کدام به فکر خودتان شخصا با دلیل البته کدام کتاب ها رو از ادبیات ما، از گذشتگان ما، از اسلام عزیز ما که ما سرقانون اساسی از قرآن و سنت داریم، کدامی آنها رو خواندن تا ما از سخنهای گوهربارشان و گفت خودمان گوش کنیم و لذت بریم. و من برای کودکانم هم بگویم که ببینید که به ضمن آن که این انسان یک
پیشوای معظم ملت است، باز یک عالمی است که تو باید از او گوش کنی. و وقتی فرزندم میگفت که مامان مادرم این پرزیدنت ما کجاها رو خواندن و چه ها رو خواندن، من چی جواب بگویم؟ در همین جواب من شما کمک میکردید و سوال من کاملا بی‌غرضانه است و بفرمایید گوش. سلامت باشید. سلامت باشید اخی مسلمان. سلام علیکم. اول محمد سلیم با سوال جواب میدادن، بعدا باز قبول میکردیم. مرحمت. بله، امروز رئیس جمهوری ما را گفتن که کدام ادبیات یا کدام بیان رو خواندن یا ترجمه حالشون خوب میشد. امروز جهان اینترنت است، در ترجمه حالشون آموزیده و فرزندان خود گوید او چه قهرمانی ها کرده است. من راستی اگر اون قهرمانی ها رو، اون ادبیات ها رو و اون اثرها رو در اینجا بیان کردن گیرم، وقتی بسیار این نفرانی که در اینجا نه دو تاش کافی است برادر عزیز. برای من قهرمانی نه، دو تاش کافی است. منتظر شوید، من میگم کمی منتظر شوید. بفرمایید. خوب میشد یک دیگر رو احترام کرده گوش میکردیم اپای مسلمان. و وقتی بسیار نفر رو میگیرم چون که از همه قیمت ترین این وقت است، خوش به حال اون نفر هست که آن چیز رو میخواند و در عمل تطبیق میکند، یعنی که به خواندهش عملی اجرا میکند. امروز من اطمینان کامل دارم که رئیس جمهور هر چی که در بعض علمی خوده که هر چی که خوانده است و هر چی که میداند در عمل تطبیق کرده ایستاده است. و من مثال ها آوردم، میتوانم مثال سالهای هر یک سال رو یک سال اعلام میکنم. مثال سال 2009 سال امام اعظم بود، درسته اپا؟ بله. چقدر مسلمانان جهان رو به کشور ما جلب کردن التماس و آوردند. اینجا سال 2009 با پیشنهاد که سال امام اعظم اعلان شد؟ پیشنهاد رئیس جمهور قطعی؟ نه، پیشنهاد از یک حزب جمهوری بود که تمام برنامه‌ریزی از جانب آن حزب نهضت اسلامی تاجیکستان تصدیق کرد آن را که پیشنهاد رئیس جمهوری تاجیکستان بود که ما افتخار میکنیم است و از بسیار علمان دین آمدند و اشتراک کردند و یک با افتخار کردند که تاجیک یکمین مسلمانی که تاجیکی که این چیزا پیشنهاد کرده ما آمدیم کشور شما و این بسیار یک افتخار بود. ببینید شما کتاب قرآن رو با زبان تاجیکی چاپ کردن، چون که ترجمه کردن که تا که برادر عزیز دیگر جای صبر نمیموند، برای اینکه شما دارید از سوال میگریزید. با اون احترامی که برایتون قائم هستم و همه سخنهایتون نور دیده تاج سر قبول است، لیکن شما برای من همون سوالی که دقیقاً گفتم جواب میدادید. از این قهرمانی هایی که گفته استادید آره من با خبر هستم و من از چیزی که به خبر هستم درباره دانشگاه هایی که حضرت امام ببخشید پرزیدنت ما خواندگی هستند و از کتاب هایی که میگویند من از همین حدیث ها از همین تفسیر ها خواندگی هستم. سخنی من همچون یک مسلمان برای شما باید تاثیر کند که البته اگر گفتید نه اینها رو نخواندن کاری ایشون سیاست است، من 100% قبول دارم. برای شما که از این چیز بالای مسئولیت ندارید، فقط خواهش میکنم به جای شماریدن قهرمانی ها و خودی جشن گرفتن سال امام اعظم، این یک مسئله دیگر است که فقط با یک جشن گرفتن مردم یا یک نفر رو نمیتوانیم بگوییم که 100% طرفدار دین است. بعد از آن جشن گرفتن ها ما دیدیم که چه مشکلات بالای سر ما اومده ایستاده است، بالای سر علل خصوص نفرانی که مثل من، شما تصور کنید مثل من، نفرانی که در تمام کشورهای دنیا برای من مکانی رو معین میکنن که تو درس ده زنها از تو عبرت بگیرد. در همان خود کشوری که من الان دارم، من دارم به چقدر زنها درس میگیرم، اما در تاجیکستان من رو همچون یک نفری خطرناک برای حکومت قبول دارن. این مسئله جداگانه هست. فقط من همون سوالی که دقیقاً به شما دادم که گفتید شما از ایشان گوش کنید و عبرت گیرید، آره چشم، فقط شما بگویید که نفری که برای من عبرت میدهد چه خلفیه علمی دارد که من بتوانم بگویم که فرزندم این رو گوش کن، این از این آن کتاب ها دانشگاه ها علما نشسته است و درس گرفته است و این نفر میتواند برای تو یک راه رو نشان دهد. همچون سیاستمدار من قبول دارم، همراه شما هستم، لیکن از جاده علم، از کدام علم ها با خبر هستم که مایان بتوانیم نشینیم و علم گیریم یا راه رو گیریم. شما میگفتید که چه خلفیه علمی دارن، از این زیاد دیگر مسئله رو وقتی میکشانید این دیگر به سوال من هیچ رابطه ندارد و برای دیگران هم یک ملال آور میشود. برادر عزیز بفرمایید.
درست. اگر من گویم که در جاده سیاست موفق هستند 100% راضی هستید. من میگم در جاده دین هم این نفر موفق هستند، برای آنکه بار چندم باره است که این نفر 500 نفری هست که مسلمان جهان آن رو تصدیق میکنن. درسته؟ خب همان خبر که در انگلستان چاپ میشود خوانده درست زبان انگلیسی. نفهمیدم. 500 مسلمان از جانب راهبران کشورهای مسلمان نشین 500 نفر را اینجا هر سال همان نام ها را مرده ها را گرفته میپرتند و جای زنده اش را میماند میبرارند. این مضمون آن را ندارد که او مسلمان کامل است. او همین قدره که راهبر یک کشور مسلمان نشین است که موفق، یعنی اونجا حلیمه یعقوب راهبر سنگاپور هم همیشه هست. درست، اما تصدیق میکنن که 500 مسلمان جهان است. پس از این گواهی میدهد که اون از دینی، از ارزش‌های دینی، ارزش‌های دیگر حزب و حرکت ها رو بالا میگذارد و خیر. ولیکن ببینید شما دادر جان بیایید از یگان ارزش‌های دینی رو بالا نمیگذاشت. امروز مسجدهای باز داریم اپا جان. خب مسجد داریم، مسجد باز است. دانشگاه اسلامی داریم. دانشگاه اسلامی به نام ابو حنیفه نعمان داریم. درسته اپا؟ اگر ارزش‌های دینی رو بالا نمیگذاشتن دانشگاه هم با میبستن. دانشگاه داریم رسما. حتی اعلان کردن که آن جوانایی که در کشورهای اسلامی میخونن مرحمت بیایند و در دانشگاه خودی اسلامی تاجیکستان تحصیل خود را دوام دهند. چون که قدری ارزش ملی خودمون برای 9 میلیون تاجیک یک دانشگاه کفایه است. استرابشان 3 مدرسه داشت، عبداللطیف سلطان، مدرسه محمد اقبال و یک مدرسه دیگر به جای مدرسه قدیمه رستمبک از 18 صنفخانه عبارت بود که با خون مردم، با مال مردم ساخته شده و پول مردم است. پول مردم، حق مردم، این خون مردم است و همین مدرسه را گرفتن گفتن کالج سند میدهیم. خب استرابشان 3 مدرسه داشت، برهم دادن. به سوال من نفر جواب گوید که دادر محمد سلیم میگویند که ارزش های دینی را رئیس جمهور ما والا میگذارد، اجرگذاری میکند. کدام ناحیه و شهر تاجیکستان مدرسه دارد؟ اگر ارزش دینی را بالا نمیگذاشتن سال امام اعظم جشن نمیگرفتن. 2009 باور کنید انا امروز همون دانشگاه اسلامی که ما داریم نظیرش نیست در آسیا میانه. واو واجب. و با طرح نو بینه نو دیگر رو پوشیده ایستادن در نزد اون بنا با طرح معاصر زمانوی در دانشگاه اسلامی در شهر دوشنبه با طرح نو خطی مرحمت هر نفری که خواهش دارد باید تحصیل خود ادامه دهد. ضرور نیست که ما مثلا برای مسلمان شدم و جهان اعلام کنیم که من مسلمان هستم، من دیگر مرحمت درها باز هستم. مدرسه باید خواند دانشگاه اسلامی در شهر دوشنبه یگون با که نداره. لیکن راستی برنامه شما یک طرفه بسیار نظر میکنید. همون نفری که وای پیوست میشوند خوب میشد که یک عادلانه بها گذاری میکردیم. برنامه ما اگر برنامه آداب سخن در شبکه اجتماعی باشد باید فقط شبکه اجتماعی بررسی کنیم، نه خود سخن گفتم حکومت جمهوری تاجیکستان گناهگار باشه. این روز جوان تاجیک سخن قبیح گوید حکومت گناهگار باشه. دادر جان اقلا جمله از سخنان گوهربار پیشوای معظم ملت گوید. من همین دو را یک گفتم، بیایید یک جمله از سخن پیشوای معظم گوید. من همین جمله را یک لازم، یک شعار زندگی فرزندانم قرار بدهم. به فرزندانتان گوید که پیوسته در سخنهای رئیس جمهور تاجیکستان پیشوای ملت ما میگن که شکرانه این سرزمین کنید. به نهایت سخن قیمت است. من گفته شدم شما شکرانه این سرزمین کنید. پیوسته میگویند جوانان شکرانه این سرزمین کنید. به نهایت این سخن قیمت برای ما نسل جوان است. من اثبات میکنم شما وکی برای چی سخن برای ما قیمت است. امروز راستی همسایه کشور ما را میبینیم. اگر یک نظرسنجی کردن اکثر جوانان را آوردن شنوندن و به هر یک جوان سوال دادن. از جمله مثال باش جوان تاجیک سوال دادن چه آرزو داری؟ خیر من میخواهم که خانه داشته باشم، قصر داشته باشم، در کشورهای خارجی خوانم، حتی به دیگر کشورها رفته تحصیل کنم. مثال جوان روس پرسیدن تو چه آرزو داری؟ خیر من هم همین گونه آرزوهای بسیار دارم. جوان بالاخره آرزوی بسیار دارد.
اما جوان افغان پرسیدم چی آرزو داری؟ یک شب آسودانه خواب کنم. این به نهایت دردآور است. پس این سخن جناب والی برای ما یک شعار زندگی است که شکرانه این سرزمین کنید. به نهایت شکرانه کردن ما در کره. راستی نه روز کشور ما آباد میکند نه دیگر کشور، چون که ما نسل جوان امروز کشور خود آباد کنیم، سری بلند خطی ما توجیه گفته افتخار کنیم، نه بلکه رفته کشور خارجی رویم ما از اونجا سوی وطن سنگ ملامت زنیم. بیاید یک جوره شویم، وطن آباد کنیم و افتخار هم کنیم که ما تاجیک هستیم و به جهانیان این لحن این اجدادان خود نشان دهیم که ما چقدر بزرگان داشتیم. راستی نخود در شبکه اجتماعی یکدیگر را فقط پس زنیم و یکدیگر را تحقیر کنیم و هر کمبودی دیدیم حکومت گناهگار کنیم. بیاید یک بار خود ما اصلاح کنیم، خود ما اصلاح کنیم. اپا اون وقت در سخن شما به درد جامعه میخورد که خود تا نشانه عبرت باشه. اگر بخشش وقت گرفتیم یک کودک بیمار میشود. سوالم را به شما گویم. اپا من یک سخن آخر نمیگویم، بعد سوال شما گوش میکنم. کودک بیمار میشود نزد امام اعظم میبرند و او میگن که بسیار طبیبا میبرند دوا نمییابد، بعد نزد امام اعظم میبرند میگن که همین کودک بسیار شیرینی میخورد و به بیماری گرفتار شده است. یعنی که عادتا کودکای ما شیرینی دوست میدارن، بسیار شیرینی دوست می‌داشتند. و امام اعظم کودک رو سرش سیله میکنند و میگن که بعد از 40 روز بیاره. بعد از 40 روز بعد از 40 روز کودک رو میبرن از امام اعظم، سرش رو سیله کرده میگن که کودک همین جوان دیگه هم کودک میگن که دیگر شیرینی نخور، شیرینی به تو ضرر دارد. از همون روز اعتبارا همون کودک از همه چیز برمی‌دیگه شیرینی بود. سبب چی بود؟ سبب این بود که امام اعظم خودشون 40 روز شیرینی نخوردن، چون که همون شیرینی که در ارگانیسم بود خارج شد و سخن آن شخص به درد آن کودک دوا شد، یعنی که تاثیر کرد به اون کودک. خوب میشد ما امروز هر یک سخن میگیم خودمون در عمل تطبیق کنیم، اجرا کنیم و به دیگران نصیحت کنیم. راستی در اینجا هر کس خوش شده ایستاده است، من باوری کامل دارم که همون گفته‌های خودتون اجرا نمیکنن. حاضرین اونجا بودن گفتن که من به فرزندم چی گویم، نه خود که در عصر 21 به فرزندم تو نگون چیز گفتن. همین راستی شبکه اجتماعی داره چقدر سخنهای قیمت بهای پیشوای ملت است که درباره جوانان، درباره دین، درباره مادر، از همه چیزی که امروز در جامعه ما بالاست این مادر است. در تمام سخنرانیشون اجر و احترام به مادر و احترام به زنها را بالا گذاشته ایستادن. یعنی من درباره دین هم سخن پرمحتوا دارند. سخن پرمحتوا اگر گوش کنید سال 2009 در آید حاضر اگر بعد از انجام برنامه‌تون یک بار هم تو نظر افکنید فرید سال 2009 حتی هر یک سال یک تا مجموعه کتاب‌های پیشوای ملت چاپ می‌شود. سال 2009 این برای سال امام اعظم اعلام شد که کتاب بی‌نهایت بی‌نهایت است. من بعد از این برنامه من سیرکش به شما روی میکنم، یک بار در مورد خوانید کتاب. بعد همین سال 2009 هم مشکل بس صحبت کنیم این برنامه، بعد به خلاصه بیایم که سخن‌های گوهربار پیشوای ملت، سخن‌های قیمت‌بهای پیشوای ملت نسبت دین چگونه بودن و خوب میشد اصلا شما مادر هستید چقدر ارزش شما در جامعه ما بالا برداشتگان. این افتخار است. محمد سلیم در یک سخنرانیشان همین بزرگمرد ملت ما گفته بودند که نفرانی که حجاب بر میکنند یک قفا مانده ها هستند، پس مانده های عصر قدیم هستند. گفته در همین بابت گفته بودند. آیا در فقه اکبر حضرت امام اعظم همین سخن تصدیق خود را دارد؟ در کجا گفته هستند؟ من گوش کردم در شبکه‌های اجتماعی من همین گفته من کنم. اگر تنظیمگر آوازی ما دارم بیایید همین سخن را یابید. اینجا تنظیمگر صدا اپراتوری ما هستند، اینجا کارگردانی ما همان سخنانی حجاب به سر میکنم. پیش از همه این بی‌سوادی بی‌معرفتی است. نفرانی که روی مال بسر میکنند بی‌سوادی و بی‌معرفتی است گفتند. آیا فقه اکبر امام اعظم تصدیق میکند همین کتاب را؟ من تا قرآن عظیم و شان تا احادیث نقل کرده محدثان امام بخاری و امام مالک و دیگرها نرفتم. من همین نزدیک خودمان امام اعظم گفتم که سال 2009 سال امام اعظم بود. من آغاز برنامه به شما گفتم که هر یک چیزی که ما
اگر خواهیم که یک دیدی نو، افکاری نو خطیب یک گوش کنیم، برای خود یک چیز دیگر گیریم، خوب میشد. من شما گفتم اگر من برنامه شما رو هدف فقط برای بلند برداشتن اخلاق خود، برای تربیت اگر گوش کنم 100% نصیحت گوش میکنم. اگر من خواهم برای غرض، حتی برای نتیجه دیدی جناب عالی چی گفت؟ بسیار مهاجر کمی آرام باشید، روز نوبت شما میبینه. بله من بسیار کمبودی مییابم. شما سخنی پیشوای ملت یک بار از اول همون برنامه را از اول گوش کنید، روید چی گفتگی هستم. منم میتونم یک جای برنامه شما را قایشی کنم و ثبت کنم و گزارم گفتن کمبودی این است. اپا منو گوش کنید شما. از موضوع برنامه دور رفته، لیکن شما همون یک جا را گرفتید، اینجا ممکن هدف دیگر چیز است. هدف شما از اول گوش کرده روید، ما این برنامه را یافته گوش میکنم. از اول شما گوش کرده این برنامه را تا آخر روید، شاید دیگر چیز باشد. شما یک جا را گرفته میگیره، من شما را میتونم سخن میرونید یکی جوش میبرم میگیرم و میپرتم. میدونید چقدر در شبکه اجتماعی آشوب میام میبیه. خب متوقف باشد رفتیم، همین کاملتر میگیریم برنامه را. مرحمت. خوب شد. خب برنامه را کاملتر تماشا اونایی که حجاب به سر میکنم، پیش از همه این بیسوادی بی‌معرفتی است. سوادی کافی ندارن و هم گورا گشتگان، حتی از همون زندگی خودشان نمیدونن چیکار میکنن. تنها ستر و سیاه‌پوشی و کرکرانه تقلید نمودن با فرهنگ بیگانه نشانه با عفت بودن زنان و دختران نیست. الو، این از دو برنامه بریده باز گرفتید. اپا اگر امروز ما نظر به کشورهای همین همسایه کشوری ما کنیم، اکثر تروره که شده ایستاده است در نقاب زن کرده ایستادن. بله، روی او رو محکم کرده ایستادن، روی خود رو محکم کرده، همین کارا اجرا کرده ایستادن. برای همین یکم دوم اینکه فهمیشی من است، من عذر نمیدونم مقصد چیه در اینجا. فهمیشی من دوم فهمیشی من این است که در اینجا ما باید این ارزش ملی خود از همه بالا بذاریم. برای چی ما گوش میکنیم؟ برای چی ما اگر ترکمنستان رویم لباس ملی خود به بر میکنن، یا ایران رویم لباس ملی خود به بر میکنن، یا دیگر کشور دیگر. لیکن کشور ما کشور آزاد هستیم، دموکرات هستیم، آزادی است در ما نمیتوانیم لباس دیگر ملت را به بر کنیم. ملت ما لباس خود دارد، ارزش ملی خود دارد. درسته؟ پس ما اونها رو رعایت کردن ما در کار. یکم دوم من بازم برنامه را شما قایشی کرده، از دو برنامه قایشی کرده. من گفتم شما را با پورگی گوش میکنم، برنامه را با شما را روی میکنم. خب برنامه را بازم قایشی کرده، از دو برنامه گرفته این چیزا. یک آزاد و صاحب استقلال و حقوق بنیاد و گفتید کشور ما را کاش چنین باشد که ما هم برگردیم. چنین هست آخر اگر نمیبود امروز این قدر پیشروی. مادر تاجیک بر این با یک سربیره که بالای سرم آزادانه فعالیت کرده توانم، من آزادانه حرف زده توانم در کشور عزیز خودم، با معاشی که میگیرم فرزندکانم را تامین کرده توانم در کشور عزیز خودم، به حرام خوره، به راه های نادرست. خب برادر خیلی برایتان شما گفتنی هستید که شما را همین گونه تربیت کردن، همین برای حرام تربیت کردن. تمام اولاد اقربای من معلمان هستند، معلمان فن‌های دقیق. پدر مادرم، پدر و خواهرانم همگی معلم هستند. پس برای چی مادر و پدر و خواهراتون زندگی کردن توانستند شما نتونستید؟ چون که هدف دیگر چیزه بخیر، مقصد دیگر چیزه. من گفتم که اگر مقصد ما، هدف ما خوب باشد، خداوند به مقصد و نیت پاک ما میرسونه. لیکن هدف و مقصد دیگر چیز باشد هیچ وقت نمیرسونه. همین خیلی در وطن بیگانه زار میگردیم، محتاج میشویم. شما یگان با آرزو نکرده که در وطن باشه. ما محتاج بر معنویات بودم در تاجیکستان. من در رادیو برنده بودم. من میلیون ها ادبیات هستند. خواندن نداشتم. مثنوی عرفان جلال الدین رومی از عبدالله انصاری چیز خواندن در رادیو من بود. الهی نامه را خواندن من بود. معذرت میخواهم. سلامت باشید.
من بود الهی نامه که بهترین دانسته می شود در کشورهای غرب ترجمه شده آنو می خوانند. یک ترانه زیبای محبت انسانیت بر خداوند است آن الهی نامه از عبدالله انصاری، از فریدالدین عطار خواندن. فریدالدین نمی گذاشتند بس کن وچم بس کن دیگر نخون. من به جنجال شدم. گفته همون چیز سر رادیو فریاد میزد نگو خدا نگو پیامبر نگو. پس که گویم فقط شکرانه همین زمین، شکرانه زمین. آخر 93% پولستار است، دیگر 7% وای نمیخوراند نمیپوشاند، از بیرون وارد میشود. دیگر فقط زمین و شکر کردن نشستن گیریم. مرحمت همکار ما اینجا وارد خیلی ها در نوبت هستند که حقوق اینها حذف می شود. اگر بسیار با شما حرف زنیم، موضوع برنامه اصلا دیگر چیز بود، آداب معاشرت در شبکه اجتماعی بود. مرحمت ما کرونا گذراندیم یک مدت برای همین سلفیده ایستادم. شبکه محمد السلام علیکم. و علیکم سلام. امیدوارم همگی خوب و صحت و سلامت هستید. تشکر به شما و تشکر به تماشابینانتان که حالا این برنامه را پیگیری میکنند. تشکر به آنهایی که عین حال جرأت کرده در این برنامه چی مخالف و چی موافق سخنرانی میکنند. اپا جان، این برادر تا اونجایی که صحبت کرده ایستادند، هرچند صحبتانشان از واقعیت دور است، لیکن از طرز سخن وقتی که ما صدایی که برآمده ایستاده است میبینیم که بسیار واقعا صادقانه است و این ها واقعا صادقانه میبراید. یعنی نشانگری آن است که به همه این گفته هایشان این برادر گرامی ما محمد سلیم بودن چه بودن باور دارن و با جدیت گفته شدن. حتی ببینید درباره امام اعظم به پیششان کودک رفته است و به شیرینی نخوردن مادرش نصیحت کنید گفته است و 40 روز شیرینی نخورده اند و بعد گفتند تا اینکه از شکمشان همون شیرینی بیرون شود. واقعا همین چیز رو برعکسش درباره رئیس جمهور صدها مثال آوردن ممکن است که خودش یارای همون کار نیست و از دیگران طلب میکند و این بسیار سخنهایش به مسخره کشیده میشوند. مثلا در تاجیکستان حکومتی همشمول وجود ندارد، حکومتی قبیله‌ای از یک عائله وجود دارد. از حکومت افغانستان طلب میکرد که اونها، از طالبان طلب میکرد که اونها حکومتی همشمول تشکیل کنند. در تاجیکستان آزادی بیان وجود ندارد. دعوا میکند که حقوق مردم پایمال بشود. امروز حقوق همین 3 میلیون نفری که در مهاجرت هستند اونها حقوقشان پایمال شده است. یعنی حقوقی حق داشتن به جای کار پایمال کرده است. کی کرده است؟ حکومت کرده است. یعنی حق جای کار داشتن 3 میلیون شهروند قابل مهنت جمهوری تاجیکستان رو حقوقشان را پایمال کرده است و آنها برای همین هم حاضر مهاجر هستند، به همه سختی ها راضی هستند تا اینکه یک برده نان بیارند و فرزندانشان در تاجیکستان از گرسنگی نمیرند. و این حالت که آورده رسونده است. این پیشروی ها رو ببینید. در عصر 21 یک نفر شهروند 3 میلیون شهروند تاجیکستان سفر کرده است به مهاجرت، در خونه کار میکند تا اینکه از گرسنگی فرزندانش نمیرد. در عصر 21 حاضر 70% اهالی جمهوری تاجیکستان در دهات زندگی میکنند. 70% اهالی جمهوری تاجیکستان حاضر برق ندارند. در عصر 21 30 سال شد پرابلم نبودن برق حل نشده است. این در حالی هست که کشورهای همسایه ما قرقیزستان، ازبکستان، افغانستان برق ما رو میخرند. در همین شهر اسفره این طرفی راه تاجیکستان، اون طرفی راه قرقیزستان است. این طرفی راه برق ندارد طرف تاجیکستان، اون طرفی راه طرف ازبکستان دهات
نزد مرزی قرقیزستان برق دارد، همین برق رو تاجیکستان تامین میکنه. در عصر 21 تو شهروندانی تو باشم زندگی میکنن. حالا این گونه مثال ها زیاد است. این گونه مثال ها زیاد است که حالا اینها رو مغز سرشان رو با همین گونه فکر و اندیشه های پوچ پر کردگی هستند. یک همین حالا این برادر من درباره مدرسه یعنی دانشگاه اسلامی به نام امام اعظم صحبت کرده است. در یک خودی همسایه ما قرقیزستان 200 مدرسه 200 دانشگاه دینی وجود دارد. در ما همگی 28 مدرسه وجود داشت. در ما همگی 28 مدرسه وجود داشت. عین حال یگان مدرسه وجود ندارد. حالا شما طالب علمانی که در خارج تحصیل کرده ایستادند به تاجیکستان دعوت کرده ایستادید به کجا جا میکنید؟ شما یک دانشگاه دارید، یک دانشگاه به کجایش جا میکنید؟ و در این دانشگاه اونهایی که در خارج تحصیل کرده ایستادند به اکثر استادان این دانشگاه درس دادنشان ممکن است. دانششان، علمشان، اونهایی که در دانشگاه‌های خارج تحصیل کرده ایستادند اکثریتشان علمشان از استادان دانشگاهی به نام امام اعظم تاجیکستان بلند است. حالا اینجا یک خواهر مسلمه احمدی برآمد داشتند. شما میدونید این خواهر کیستند؟ و دلخواه عالم تاجیکستان درس دادنشان ممکن، دلخواه عالم تاجیکستان آمدنش در کار در مکتب این خواهر درس خوندنش در کار. اگر دانش برکشه این خواهر رو میبری در دانشگاه اسلامی تاجیکستان درس میگیره. چی درس میگیره؟ ماجستر تمام کرده است. در دانشگاه درس میتید خودش. با این فکر اندیشه آزادی دینی جا داده میشود که در تاجیکستان این برود درس دهد؟ نمیمونید. مثلا گریم استاد دانشگاه تاجیکستان ملا عبدالرحیم است. حاجی اکبر تورجانزاده گفته بودند که اگر همین ما باور ندارم که همین ملا عبدالرحیم به بهای 3 انشا نویسد. دیکتانت انشا کجا؟ دیکتانت نویسد. همین آدم استاد دانشگاه اسلامی تاجیکستان است. همین ها رو برده جا کرده هستند. پس این طالب علمایی که در خارج تحصیل کرده ایستادن شما کجا میبرید؟ همه مدرسه ها بسته شده است. یگان مدرسه وجود نداره. تا 18 ساله به مسجد رفتن دان است. بیایید این مسئله رو یک قسم مونیم. حالا اینها با همین برآمدهایشون میخواهند که ما از موضوع بیرون رویم. به موضوع برگردیم. خوب ترش موضوع معاشرت در شبکه‌های اجتماعی است. آداب معاشرت، بله. آداب معاشرت در شبکه‌های اجتماعی است. حالا من به نهایت خرسندم که شما این موضوع رو گرفتید اپا جان. واقعا حالا اساس گذاری الهام جان به یک مسئله اشاره کردن. واقعا گفته الهام جان یعقوبوف درست است و اساس گذاری اساسی امین آلوده شدن فضای شبکه‌های اجتماعی به همین حقارت و بهتان و بی‌ادبی ها اساس گذارش همین حکومت است. حالا ببینید اگر در شبکه‌های اجتماعی یک بحث با آداب و با اخلاق و با یک معاشرت خوب رفته ایستاده باشد، یکی از همین نمایندگان حکومت وارد می شود، یگان تمسخر میزند، یگان مثلا گریم تحقیر میکند یا که به بیسوادی متهم میکند، به کتاب نخواندگی یک نفر رو متهم میکند. شاید من بسیار نفرانی که همین طرفدار حکومت هستند طرز از گپ زنیشان از طرز سخنرانیشان الکی چقدر وزن کتاب خوندگیشان معلوم میشود. الکی یکی به کتاب خونی بعضی نفران رو نصیحت میکنند که شاید بعضی کتاب های مجلد خوندگیش رو اگر برکشه تمام کتاب های طول یک 30 سال خوندگیش برابر نشود.
به یک کتاب مجلدی خوندگیش و با او کتاب خون گفته نصیحت میکنه یا اینکه تحقیر میکنه و در همین حالت کوشش میکند حرکت میکند که همون انسان را به هر حال انسان است، همون انسان را از خود اداره کنی بیرون کند و باز هم نشان بده که انا این را بینید این کی است. این یک کوشش است و با همین حالت یعنی من او را آشکار میکنم و به جان او میرسم و او را از خود اداره کنی بیرون میکنم و با این کارم نشان میدم که این کی است. با همین شعار کار کردن بیشتر نفرانی که خود را زیایی میشمارن با همین حالت با همین روش کار میکنن، خودشان را سرسپرده حکومت میدونن با همین روش کار میکنن و این به چی برده میرسوند؟ این پیش از همه اون نفری قطاری است، یک نفر مثلا گریم شخصی مذهبی است، یک نفر شخصی سیاسی است، تمام. لیکن تو چراغ ملت هستی، تو را زیایی میشموره. زیایی کی است؟ زیایی برعکس به جانش میرسند، او را نادان ها، بیفهم ها، بیسواد ها او را تحقیر میکنن، لیکن در جواب واقعا از این حقارت ها، از این دشنام های کوچگی واقعا رنج میبرد. ولی چیکار میکند؟ همچون شم میسوزد، خودش میسوزد، به جامعه روشنی میبخشد. اما این زیاییان ما، روشنفکران ما علیهشان یک حرف را تحمل ندارن. حتی در همان حرفی که در او تحقیر وجود ندارد، حقارت وجود ندارد، تنها تنقید وجود دارد، در عوض تنقید حقارت استفاده میبرند، تحقیر استفاده میبرند. در تنقید را از تحقیر باید جدا کرد. در جواب تنقید تحقیر استفاده میبرد. خود زیایی، اوی تو زیایی، همین مناسبتت بس است بگیم که تو هیچ زیایی نیستی، تو یک شخص کوچکی هستی، با چند جمله رو با همدیگر پیوسته نشیش که زیایی نمیشود. زیایی نفری است که جامعه را درک میکند، و به تمام وزنینی های جامعه توب می آورد، تحمل میکند و جامعه را به جامعه یک راه درست نشان میدهد. وقتی که زیاییان ما این حالت را پیش گرفتن، واقعا در جامعه آداب معاشرت نیست پیدا می شود، آداب مناسبت نیست پیدا می شود. چون که آداب مناسبت و معاشرت و این چیزها هم تو از آسمان پیدا نمی شود. همین است که از یک نفر می آموزی، جامعه می آموزد، نفران قطار می آموزند. اساسا الگوی ما کی است؟ ما هر وقت که الگوی من همین است، گفتم مردم ما به طرف یک زیایی، به یک طرف سوادناک، به یک شخص با سواد نگاه میکند، الگوی من همین است، گفته میبیند که 2 ماه 3 ماه نرفته یا یک کمی نگذشته خطا کرده است، میفهمد که او الگو شده نمیتواند، او خودش یک شخص کوچگی است، گپش کوچگی است. پرسش دارم زی دانشمند مجلس بازپرس، توبه فرمایان چرا خود توبه کمتر میکنند؟ پشت منبر چه کارهایی میکنند که خب یک گفتنی داشتم، آنچه که درباره امام اعظم گفتند که بعد 40 روز برگردد و شکر نخوردن، این گزینه در زندگی نامه یک شاعر بزرگ ما هم هست، رومی، در زندگی نامه رومی هم هست که پس 1 هفته باز آی گفته. در زندگی نامه سینا هم همین را استفاده میکنند و کدام بیشتر عمیق است، دقیق است، هنوز نامعلوم است. گزینه 3 تاست. و موضوع امروزه برنامه ما آداب معاشرت در شبکه‌های اجتماعی بود. باشد که با موضوع برگردیم. من از دادر محمد سلیم یک چیز خوب آموختم، یک سوال گرفتم که میخوام برنامه اشتراک کردن میخوام اول همین سوال را دهم و
همکار عزیز معذرت میخواهم، همینجا خواهر بی سارا هنوز از دقیقه 10-15 برنامه انتظار هستند تا هنوز طریق واتساپ وارد شده. اجازه هست که حرف زنند؟ الو خب مرحمت. بسیار خوب، من خارج میشوم، صحبت را ادامه دهید. تشکر به شما. تشکر به اونایی که حرفای ما را گوش دادن. تشکر به شما هم. بسیار شما را گوش میکنیم خواهر جان. سلام علیکم و رحمت الله و برکاته. و علیکم اولا سلام. تشکر از همه مهمانان گرامی قدر. واقعا خیلی موضوع خوب، موضوع داغ روز بود. بخصوص آن چیزی که میخواستیم اکثری مهمانان گفتن، معظمه جان، مسلمه جان و برادرانی که اینجا اشتراک کردم. خیلی زیاد گوش کردم. حرفای جایی بدن، علمهای جایی هن و میگم که هرچی که پر باشه دیگه باید یک روز نه یک روز لبریز شوه. برای اون برادری خوب گرامی امان محمد سلیم فقط یک مثل شعر میگویم که مشک آن است که خود بگوید، نه اینکه عطار بگوید. بعدن به خاطری که از موضوع بیرون نشویم، آداب معاشرت در شبکه‌های اجتماعی، من فکر میکنم که اینجا هم سیاست حکومت گناهگار است، هم خانواده و هم جامعه. این سه زنجیره به هم پیونده و این سه اداره هست که بالای نسل جوان دائم کار میشه. واقعا خیلیش باعث شرم‌آوری است که وقتی وارد یک شبکه اجتماعی تاجیکی میشوی، حیران میشی اگر یک سخن یک نظر تا میگی از برخورد اون طرف چنان یک حقارت دشنام، یک الفاظ خوبی نداره، یک برخورد خوبی نداره. همه چی از چی سر میشه؟ از اون چی که در همون داخلی همون هر چی هست همون میتراوه. وقتی که از دشنام و حقارت پر است، پس چی بتیه به دیگرو؟ اگر از علم و فن و معرفت پر باشه، حتما که او از همون علم و معرفتش به تو برخورد میکنه. وقتی که پر از دشنام و حقارت، همه الفاظ کبیح هست، واقعا انسان در شب روز خیلی نگرانه. هم مخالف باید سری پیش راه این به ترتیبی و به نظامی شبکه‌های اجتماعی را بگیره، هم حکومت باید به این چیز هر دو طرف راه ندهند. این خیلی چیزی دردآور است خواهرای جان. به خاطر چی میگم؟ مقصد از چنین موضوع را گرفتن هم همین بود که حکومت هم دستگیری کند این موضوع را. ما تنقید حکومت را در نظر نداشتیم، او هم دستگیری کند. در خاطر دارید معلومات در شبکه‌های اجتماعی یک نواری پخش شد در مسجد، نفره کارمند حکومت در آمده، کارمند همان محله خانه، کمیته محله خانه وارد شده، تمام نمازگزاران را حقارت کرد. همه شما را فلان و چنانی گفته، حقارت کرده برآورده بود در مسجد، در خانه خدا. بله باید حکومت هم از این خطر چی باشد؟ آگاه باشد، مخالفن، چون این به ضرر هر دو جانب است. ببینید در شبکه‌های اجتماعی وقتی برای که مردم پرن به درجه پری هستن که برای چی پره بیل مردم؟ برای که حرفی حقیقت حرفی راست گفتن نمیتونه. وقتی باز ذره که میکفه ببین چقدر در سر دیگ آشم غلاغله داره، در سر بازارم، در همه جا مردم پرن. با اندک چیز دیگه دست میزنه به دشنام، حقارت، نفرین. چون که دیگه چیزی دلشون پر، قلبشون پر از درد، از حرفی واقعیت گفته که نمیتونه، در برابر اندک چیز امید ترک دیگه. این خدا نگه دار از این ترکش ها. شما یک بار نظر کنید به شبکه ها، ما دیگه وقتی نظارت میگیم حتی یک آرامش نداره مردمی تاجیک، حتی اداره کردن نمیتونه، خودش در همین یک قطار ایستادن، چی در بازار باشه چی در سر دیگ آش باشه، واقعا باعث شرم است. این شبکه‌های اجتماعی که بختان معلوم که چقدر پر از حقارت، تمام نمود حقارت اگر پیدا کنی بخوای از این زبانی زیایی تاجیک، روشنفکری تاجیک، از همه نمودش چی میشوه بالای شبکه ریختگی است. به همین خاطر باید به این کار مادرها دست بزنن. میگه که هر وقت ببینیم مادر تاجیک بخصوص هممون اگر یک پیاله شکسته میشه چقدر داد و ویلا میبرداریم. وقتی که حرفی کودک، زبانی کودک شکسته میشه، برای ما چیزی چی نیست، چیزی در بر نیست. میگیم خیلی کودک یک روز نه یک روز اصلاح میشه. فراموش کردیم که این از کودکی باید آموخته شه. پدر و مادر باید یک آینه خانواده باشه.
مادر در خانواده که تعلیم تربیت درست داد گفت که دشنام گناه هست. این خلافت از روی در جامعه معلمه گفت در وقتی که سیاست حکومت هم این را دستگیری کرد کودک تربیه می‌یابد. وقتی به لیسه میره حقارت شنوه، لیسه میره حقارت شنوه، در بازار حقارت شنوه، پس میگه این چیز یک چیزی عادیه، برای یک چیز عادی میشه. همین خاطر معلمان، اهل زیا، روشنفکران همه دستی هم بگیرن، چی سیاسی باشه، چی اجتماعی باشه، چی فرهنگی، باید پیش این چیزا گرفته شود. خواهش منم این از همین پیاله میشکند، مادر دشنام میدهد، کودک شکستن کودک را، آداب کودک را در نظر نمیگیرد که همین دشنام ها را کودک الکی ثبت میکند در مغز کودکانه، در کودک نقش بر سنگ است و همین دعاهای بد را، همین دشنام را میآموزد و فردا اگر کاسن یک چیز عادی هم در کوچه شکست یا افتاد دشنام استفاده میبرد. این چیز است که خیلی میگفتند که پیاله را شکست، اگر کودک من گوید میگفتند آفرینت که دروغ نگفتی، گناه برگردن گرفتی. همین که من شکستم گفت الکی و راست قبل است کودک ناآگاه شکستم و قصدن نشکست. یک فلسفه خوب زندگی است، واقعا چیز خوبه. بهترین چیز، بهترین همین دروغ نگفتن کودک است. باید در خانواده هیچ وقت اجازه ندهیم کودک مجبور نکنیم که به دروغ گفتن آموخته شود. باید او نترسه از گناه کردن. وقتی میشکند باید درست بگه. وقتی ما تهدید میکنیم، دشنامش میکنیم، حتما او کاری کردهش رو پنهان میکنه، پنهانکاری تا عاقبت میروه. بله درست میگویید. به همین خاطر باید تعلیم دهیم، بگیم ادب تاج است از نور الهی، بینه بر سر بیرو هر جا که خواهی. چون ادب و اخلاق یک چیزی هست که انسان خیلی چی میگردونه، در جامعه هم به عزت میگردونه. درست است. خب معلم عزیز، من گفتم که از دادر محمد سلیم یک سوال را بر همه باید گویم. از سخنان گوهربار پیشوای معظم ملت شما هم یگان جمله گفتن میتوانید؟ چون آداب معاشرت است یک سخن گوهربار در برنامه. دیگر آداب معاشرت در همه جا دیده میشه. منم چیز دیگه راستی چنان زیاد حرف گفتم که دیگر فراموش شد که کدامش گوهربار بود، کدامش تحقیر. خودتان نمیدونید از سخنان گوهربار پیشوای ملت؟ یک گپی خوب همی برادر محمد سلیم خودش گفت که هر کسی که امام اعظم نصیحت کرد، از اون که نصیحت کرد 40 روز خودش کم نخورد، بعد سخنش تأثیر کرد. و خود دیگه همیشه به فکرم کفایه که وقتی برای همه تأثیر میکنه از قلب برایت بر قلب بنشیند. وقتی اگر نمیدونم اگر که او خیر نصیحتگر میشد باید در قلبای همه میشیشت، یا اگر سخنی گوهرباری داشت فکر نکنم که بهترین است. اگر مثلا همون جوابش جوابی خودش گفت به فکرم. جوابی همون یک فلسفه زیبا را دریافتید. بله جواب گفتند اگر مثلا آره خیلی جوابی خوب بود. بر مردم میگفت برای منم گفتارش خیلی پسند آمد. بله شراب ننوشید، مستی نکنید، قانون ها را رعایت کنید، اولاد بازی نکنید میگفتند و خودشان هم رعایت میکردند، مردم همگی اصلاح میشدند. نه شراب های با نام اسماعیل سامانی استحصال میشد. خب بهترین بود درست در کردن جوابش را خودشان گفت. دیگر وقتی دیگر را هم نمیگم. خدا نگهبانتان برای کار برای همتان. باید هممون دستی هم بدهیم. بار دیگر مراجعه میکنم به خواهرای تاجیکستانی پس ترمیم این کار شوند، چون نسل آینده وقتی ما میگیم جوانان آینده ملتن، باید جوان آینده ملت هم ادب داشته باشه، هم اخلاق، هم زبانش پاک باشه، هم علم و فرهنگ فراگیر باشه. خدا نگهبانتان. سلام علیکم و رحمت باشد. خدا خواهد که باشد. تشکر برای اشتراکتان، برای سخنهای نیکتان. بهترین یک دادر مهاجر نام داشتن در 90 بودند، بیرون شدند، خیلی بسیار در 90 ایستادن. معذرتشان میخواهیم، معذرت از آن کس میخواهیم. عمر مختار شما در 90 هستید، بفرمایید. مرحمت. عمر مختار بلندگویکشان گیران نیست. سلام. خب علیکم سلام دادر، گوش میکنیم شما را. امیدوارم صحت سلامت. بله شکر خداوند.
چون وارد شدید خوش آمدید بر برنامه ما و من وقتی که در شبکه اجتماعی بر نفر بفرمایید دادر میگویم تی چند ساله که مرا دادر میگویند تی چند اولا که تو گفته مراجعت میکنند بعدا همین دانستن سن سال من برای وای نه دانش علمی نه دانش دینی زم میکند وای مورخ نیست وای مفتش نیست. درباره آداب معاشرت در شبکه چی گفتنی ها دارید مثلا؟ پیش هم اول خواستم قطعا برادری که طرفدار پرزیدنت کشور را میکرد با همون صحبت کنیم و سوالش میکردم اما همینجا دست یا که رفتن نه بیرون شدن بیرون شدن. خب و برای سخنهای گفته شما یک چند مثال پیش میارم که امی شبکه‌های امی اینترنتی در مثلا در یوتیوب باشد تیک تاک باشد اگر نظر کنید امی تویایی که میکن اولین امی چیز مرا نمیگذارده و بسیاری کس سوال میتم جواب سوال مرا نمیتیم امی تویایی که میکنن حافظی میکنن رقصا را میارن رقص بازی میکنن او کودکایی که نورسن او زنا او دخترایی که رقص چرا هوج میکن رقص میکن با او فکر نمیکنن که او کودکا تماشا دارن پدر مادر و تکرار میکنند. بله یک دیمش مثال حکومت کشور همین قدر قدرتی نداره که پیش روی همین فسادی اولی که برای مغز سر جوانو در مثال چیز میکنه ضرر میرسوند برای آینده اونا اوجه مشکل میشه که یک چیز دیگر را داخل کنی نه امر معروف هم بخوانه که نصیحت دیگر را گوش میکن این همون شوخی هایی که مثال که این اونجا موگامبو مثال چیزا را من میگم و گروه های هستند شاید که بودن من ناموی را نمیدونم لیکی امو موضوع هایی که امو پیش میگیرن میگذارن تماشا میکنی ایزو میکشه توجیک بدن تم مسلمان بدن تم درست 100% و ما برنامه در این بابت خواهیم پیش گرفت. بله بهترین برنامه میشه چون که این شخصا نبرات ما را پس میزنن ما مسلمانیم برای ما نمیزه و این چیزایی که اونم پیشکش میکنن هرچند که میخندانن در نظر خودشون که میخندانن مردم نیک آینده را جزیر کرده ایستادن اوزی در دست جوانی که مثال مکتب بود که در حالت مکتب خوندن فقط یا که ریپ گوش میکنن ما همه را در نظر ندارم کسایی هستن که انشالله که تربیه خوب یافتگیان در میره اونا را میگیرن نیکی وقتی که جامعه پدر مادر هرچند نصیحت کنن اطراف اگر جزیر باشه مشکل او را گردوندن. درست است. بله بعضا حالت می شود که مثلا بیدل بزرگ میگوید مثلا میخونم بیدل میگوید رمز آشنای معنی هر خیره سر نباشد طبع سلیم فضل است ارث پدر نباشد نه همه وقت از پدر میگذرد طبع سلیم خداداد هم شراب نوش در کوچه خوابیده بعضا عالم دین هم برآمدنش ممکن است این در فطرت کودک باشد آن که دید اصلاح کند آن را نکند در زندگی می شود اما برای تربیه همین کودک یک جامعه سالم خیلی ضرور است اگر جامعه همپذیر او باشد هرگز از او یک دانشمند بزرگ یک زیایی نمی براید همینطور؟ بله مقصد سوال ما همین بود که پس حکومت میتواند که تمام چیزا را کشیده برد مثلا یک کس جنایتکار باشد در روسیه باشد با فکر خودشون جنایتکار با گفته اونو که جنایتکار را در لبای دولت دنیا باشد میکشن میبرن گناهکار میکنن با زندان میشنونن پس چرا پیش روی فساد نمیگیرن در حالت که در دوشنبه شب میبروی یا که روزانه میگردی دختر و پسر رو میبینی چگونه رفتار میکنن 10 سال پیش هم مقایسه میکنی هیچ طوری نمیگیرن آیا پیش روی را اگر قانونی ندارن که پیش روی را بگیرن یا که یا قانون فقط برای کسایی است که روی نصیحت هم میگن وقتی آن برادر برآمد میکردند گفتند جوانان سال پایین از جوانان سال امسال خیلی فرق میکنند فرق همین قدر است که تقلیدهای ناجو بر کشورهای غیر بسیار شده بیادابی بسیار شده درست قید کرده تشکر زیاد وقت دیگر را نمیگیرم و برگوری باشه الان نگهتون دارم کامیاب باشد دادر خب حرف خوبه هم بود بعد شما پاتریوت من گفتنی خود را
فرصت برنامه هم کم مونده. مرحمت، شما رو گوش میکنیم. سلام علیکم اپاجان. و علیکم سلام. نفری که دوستداری وطن، مرحمت، پاتریاتیسکی میگویند وقتی ما کودک بودیم. مرحمت. باور کنید اپاجان ام اینترنت میداره با یا نمود زنکو حقارت میکنن که برای اول یگون حکومت باشه که اول چکنه پیشگیری کنه بیاد کاری نقض میشه. من شما ببینید یک رونال دارین، یک لباس تاجیکی پوشیدگین، شما میبینید حواس میکنین او رونال ندارن چی ندارن، یک حیوانی های یک نصیحت میکنه با حقارت میکنه. با چند نفر بچه هست وجود داشتگی با وایو هم حقارت میکنه، میگه رو اپاتا رو اوچتا وایو تا نصیحت کن، ما را نصیحت نکن ایتا اوتا. هم باور کنیم ما رشکمون میکنه، او هم مسلمان های هموطن ما های، اونا هم اپا و خواهر ما های، برای اول رشکمون میکنه، ما را با حقارت میکنه اونا. بله، متاسفانه همین زبان شهدبار فارسی را آلوده میکنند با حقارت. همین عروسا همین روسا یاد گرفته اینا هم گپاشون سخناشون حقارت قطعی اینا یاد گرفته مردم خودمون. اینا خفه هم نمیشه به حقارت، لیکن خودمون ما مسلمانیم که ما باید حیوان صفت نباشیم. اینا یک گپ چی میکنه همه حقارت، یک حیوانی یک کارای میکنه که باور کنید یا شکافی باشه میگه درم رام زمین ده. بله، متاسفانه حالت چنین است. اما گفتار شما عین مدعای موضوع است. آداب معاشرت در شبکه اجتماعی، شبکه مجازی است که مردم از حیات اصلی بر آن وارد شدند، یعنی همانجا ریختن، هر آنچه که هستند همان میریزد در شبکه. هرگز مثلا آنجا حقارت بازی نمی کند. مکتب دم ای مکتب همی سر میشه چاپلوسی، فقط همی ناموشی تعریف کردن چکدن، یگان خیلی عقل و ادب راه راست در روی نمیکنند. ای مکتب با دانشجو میشه. همه من نخوندم مکتب حلال، دانشجو هم نشدم، لیکن همین دانشجوهایی هستند همه فقط دزدی، پولگیری، هم راه راست نیست. باور کنید گپی راست گپ زنین همه خفه میشه.
یک بار دیگر درود بر مردم بیداره که ما را تماشا میکنند. دیدم که 99 نفر هنوز انتظار آنند که آیا برنامه ادامه مییابد یا نه. خب سبب‌های تکنیکی بود که قطع شد یک مدت. میبینید انسانیت هرچند که همه ساله همه روزه هر دقیقه نو به نو کامپیوتر استحصال میکند، تلفن های موبیل، دستگاه های وجود دارند که با قدر یک دانه نخود حجم دارند و چون بر گوشتان انداخته میماند از تمام خبرهای دنیا شما را برخوردار میکنند. چیهای نمی آفرد انسانیت، اما در نزد یک چشم عادی انسان هنوز کامپیوتر نیست که فونکسیون های همین یک چشم را اجرا کند، یا هنوز یگان دستگاه بزرگ نیست که فونکسیون یک قشر خردترین مغز سر انسان را اجرا کرده تواند، اقلاً فونکسیون یک حجره را. خب من چی گفتنی هستم؟ هرچند انسانیت اینقدر آفریده ها دارد که در حتی برنامه آفریده در طریق واسطه ها یوتیوب کانال بر شما پیشکش کرده ایستاده‌ایم و هر قدر هم همه این تجهیزات به درجه عالی مجهز کرده شده باشند هم حالت‌های به وقوع می‌پیوندند که برنامه قطع می‌شود، چون که این آفریده ها از ما هست، از انسانیت است که آن را ترتیب داده. ما اشتباه کردنمان ممکن است. برای اشتباه تکنیکی، برای یک حالت توقف تکنیکی از شما معذرت می‌خواهم و همینجا قبل از آن که برنامه را به پایان رسانم یک حادثه خرد که همه شما آگاهید خاطررسان میکنم. بعد خواندن کتاب الفبا در خاطر داشته باشد، کتاب خوانی شروع می شد و در کتاب خوانیش صنف دوم یک حکایه بود که خرس با دهقان دوست می شود و یک روز دهقان خرس را به خانهش دعوت می کند. وقتی خرس می آید دهقان از سرور و هیجان رو به آغوش می گیرد و می بوسد. زنی دهقان می گوید چگونه توانستی که همان خرس بدبو را ببوسی آغوش گیری؟ و خرس برآمده می رود. قبل از برآمده رفتن از دهقان می پرسد که التماس می کنم، التجا می کنم با تبر هضم شکنیت بر فرق سر من بزن. اما نمی خواهد دوستش که او را بزند، التماس می کند اقلا دوستانه و او می زند. بعد چندین سال باز خرس و دهقان وامی خورند که خرس تماما صحت شده، دیگر زخم تبر باقی نمانده، اما خرس میگوید زخم سخن همسر تو هنوزم در دل من است، هنوزم من درد میکند وجود من. دیدید؟ یعنی زخم سخن در وجود انسان باقی میماند. من از همین برنامه همین قدر نیت داشتم که در شبکه‌های اجتماعی زخم سخن کم کاشته شود. آنجا از تاجیک بودن افتخار کردن ارزنده افتخار چیزی باشد، چون ما نماینده همین ملت هستیم که در شبکه هستیم. همه در شبکه اجتماعی نیست. چقدر دهات دوردستی هستند که حتی از بودن این شبکه ها درک ندارند. در خیلی از شبکه دیگر ملت ها هستم. من در گروه هایشان مثلا در 3 گروه تربیوی ازبکی شرکت میکنم. یگان نفر از آنها مثلا از حقوق فطری من دخالت کرده، از حیات عائلوی من سوال نمیکنند، از دیگر چیزهایی که دخل ندارد برایشان. اما در تاجیکی هست متاسفانه. آداب معاشرتی که دیگر ملت ها دارند در ما دارد که آهسته آهسته کاسته می شود. من نمیخواهم که یک ملت صاحب تمدن یک زمان امپریای بزرگ فارس ها داشته ما رو بر فرهنگش رو بر تنزل بیارد. هرگز نمیخواهم. خب با شما بودم سویما سعید و طول این ساعت ها یک بار دیگر برای توقف تکنیکی از شما معذرت میخواهم و خیر خوش کردنی هستم. تا روز دیگر، تا برنامه های دیگر در پناه پاک یزدان کریم شاد باشید ای عزیزان حلیم.